کتابخانه گویای آوای بوف تقدیم می کند. نام کتاب زبان پاک، نویسنده احمد کسروی، چاپ یکم 1322، چاپ دوم 1332، چاپ سوم 1339، پراکنش یکم اینترنتی 1385، پراکنش دوم اینترنتی اسفند 1396، جای پراکنش کانال تلگرام. این کتاب از سوی با حماد پاکدینان و به دست کوشاد تلگرام پراکنده می گردد. جستار، نارسایی ها و عیب های زبان فارسی و راه های توانا و رساگردانیدن آن. شماره برگ ها 70 صفحه. راوی آناهیتا ایرانی. مارچ 2021 برابر فروردین 1400. آوای بوف یک گروه مردم نهاد است که به دست شماری دوستدار کتاب و خواستار بالا بردن فرهنگ نسک و نسک‌خوانی و استواری خرد همگانی به وجود آمده است و تاکنون پخش هزاران کتاب سانسور و بازداشت شده به دست رژیم ملایان را در کارنامه خود دارد. این کتابخانه اینترنتی وابستگی به هیچ سازمان و ارگانی ندارد و همه کارها از گویش، ویرایش و پخش به رایگان انجام می‌گیرد. از این رو خواهشمندیم برای همراهی با این جنبش ما را به دوستان و آشنایان خود بشناسانید. avayaboof.com برگ 3 به نام پاک آفریدگار. راستگردانیدن زبان فارسی و پیراستن آن از آگها یکی از خواستهای ما بوده که از سال 1312 که به پراکندن ماهنامه پیمان برخاستیم به آن نیز کوشیده ایم. بدین سان که از یک سو گفتارها درباره آگهای آن زبان نوشته و آنها را باز نموده و راه چاره‌اش نیز نشان داده ایم و از یک سو با برگزیدن واژه‌های فارسی یا گذاردن واژه‌های نوینی و یا از راه‌های دیگری به آراستن زبان و درست گردانیدن آن کوشیده ایم. چنانکه امروز زبانی را که ما می‌داریم و پاک زبان می‌نامیم با زبانی که می‌بود جدایی‌ها پیدا کرده و این است همه سخنانی را که تاکنون درباره زبان گفته ایم به کوتاهی در این دفتر باز گفته و کارهایی را که در زمینه پیراستن زبان و تواناگردانیدن آن به انجام رسانیده ایم باز خواهیم نمود. احمد کسروی. گفتار یکم. آگهای زبان. آگهای فارسی بسیار می بود و هست و ما خواهیم کوشید که تا توانیم آنها را باز نموده و راه چاره هر یکی را که شده است و یا خواهد شد نشان دهیم. یک در آمیختگی با کلمه‌های بیگانه. یکی از آگهای فارسی که به چشم می‌زد در آمیختگی آن با واژه‌های بیگانه به ویژه با واژه‌های تازی می بود. این درآمیختگی در نتیجه چیرگی تازیان به ایران یا در سایه دلبستگی ایرانیان به اسلام یا به زبان تازی نبوده. زیرا اگر شما جستجو کنید در قرنهای نخست اسلام که چیرگی عرب بیشتر و دلبستگی ایرانیان به اسلام فزونتر می بوده، این درآمیختگی بیرون از اندازه رخ نداده و همانا از قرنهای 5 و 6 است که این درآمیختگی نمودار گردیده. شوند آن نیز چنان که ما می‌دانیم جز هوسبازی و خودنمایی کسانی نبوده. در آن زمانها دانستن زبان عربی مایه سرفرازی شمرده می‌شد. از این رو کسان بسیاری آن را درس خوانده و یاد می‌گرفتند. چیزی که هست برخی از اینان کتابی به تازی نوشته و یا شعرها سروده از هنر خود بهره می‌بردند و بسیاری هم چنان کاری را نخواسته و یا نتوانسته
در فارسی نوشتن پیاپی واژه‌ها و جمله‌های عربی می‌آوردند و بدین سان هنر خود را به مردم نشان می‌دادند. باز شدن درهای زبان پارسی بر روی واژه‌های عربی جز نتیجه این هوسبازی‌ها و نادانی‌ها نبوده و چون کسانی این کار را کرده‌اند، راه به روی دیگران بازگردیده و خود شیوه همگانی شده. ملایان تا زمان ما همین رفتار را به کار می‌بستند. اینان که سالها به درس عربی می‌پرداختند، آن را به اندازه کتاب نوشتن و یا شعر سرودن نمی‌آموختند و تنها بهره‌ای که از آن می‌خواستند این می‌بود که در سخن گفتن با مردم و در قباله نوشتن پیاپی واژه‌ها و جمله‌های عربی به کار برند و بدین سان عربی‌دانی خود را به مردم نشان دهند. در قباله‌ها و مهرنامه‌ها تا می توانستند عربی می نوشتند و چون در می ماندند فارسی آغاز می کردند. ماننده همین کار در 32 سال پیش از فرانسه خوانان دیده شد. کسانی که بیش یا کم فرانسه یاد می گرفتند برای آنکه هنر خود را به کار برند و برتری به مردم فروشند، در گفته ها و نوشته های خود پیاپی واژه های اروپایی می آوردند که اگر جلوگیری نشدی تا کنون 1000 واژه به فارسی آمیخته گردیدی. کوتاه سخن، این درآمیختگی فارسی با واژه‌های تازی و باز بودن درهای این زبان بر روی واژه‌های آن یک تاریخچه سرفرازانه نمی‌دارد و به هر حال این خود یکی از آسیب‌های زبان پارسی می بود که زیان‌های چندی را در بر می داشت و چون کسانی هنوز هم هواداری از آن واژه‌ها می‌نمایند و از ایستادگی دست بر نداشته در پشت سر به زبان درازی می‌پردازند، اینک من آن زیانها را روشن می‌گردانم. 1. آن درآمیختگی و گشاده بودن درهای زبان بر روی واژه‌های عربی فارسی را از یک زبانی بیرون برده بود، زیرا یک زبان هنگامی یک زبان است که دارای یک رشته کلمه ها باشد و همگی آن را به یک راه نویسند و گویند، ولی فارسی که هر کسی می توانست آن را به گونه دیگری گرداند، مثلا یکی جز واژه‌های فارسی به کار نبرد و دیگری همه را عربی بیاورد و سومی نیمی فارسی و نیمی عربی گرداند، پیداست که یک زبان شمرده نمیشد. شما شاهنامه فردوسی را با کلیله و دمنه فارسی یا عنبر سهیلی بسنجید. آیا خواهید توانست آن دو را در یک زبان بشمارید؟ آیا کسانی که فارسی را از روی شاهنامه آموخته بودند می توانستند کلیله و دمنه را بفهمند؟ شاهنامه و کلیله و دمنه که پردازندگانشان هر کدام شیوه دیگری می داشتند که آن یکی هوادار واژه‌های فارسی و این یکی دلبسته واژه‌های تازی می بوده بماند. همان کلیله و دمنه را با عنبر سهیلی که شیوه پردازندگانشان یکی می بوده و هر دوی آنها ترجمه یک کتاب می باشد بسنجید. آیا می توان آنها را در یک زبان دانست؟ آیا کسی که این را فهمیده آن را نیز می تواند فهمید؟ اینها نیز که نویسندگانشان جدا می بوده اند بماند. همان تاریخ جهانگشا را با دره نادری که هر دو را میرزا مهدی خان استرآبادی نوشته بسنجید. آیا می توانید هر دو را در یک زبان بشمارید؟ آیا کسانی که جهانگشا را فهمیده اند دره نادری را نیز توانند فهمید؟ به همه این پرسش ها باید پاسخ نداد. و راستی آن است که فارسی با حالی که می داشت یک زبان نمی بود، بلکه خود زبان نمی بود. زبان برای آن است که گوینده به دستیاری آن خواسته های خود را به شنونده بفهماند و این بسته به آن است که گوینده و شنونده هر دوشان کلمه ها و واژه ها را بشناسند که دیگر نیازی به اندیشه درباره آنها نیفتد. ما هنگامی که سخن میگوییم
با زبان کاری نمی داریم و به واژه‌های آن نباید پردازیم. واژه‌ها تنها برای نشان دادن معنی هاست. از این رو زبان باید مرزدار باشد که واژه‌هایش شناخته گردد و هر کس از پیش آنها را بداند. چنان که یک آینه که به آن می‌نگریم هرچه صافتر باشد خود در میانه ناسترسنده‌تر خواهد بود و ما یکسره با پیکره خود روبرو خواهیم گردید. یک زبان نیز هرچه واژه‌هایش شناخته تر باشد که خود در میانه کمتر سترسد و شنونده یکسر به سر معنی ها رود. این نشان نیکی و درستی آن خواهد بود. ولی فارسی به وارانه این می بود و چون هر کسی شیوه دیگری به کار می برد، شنونده می بایست نخست با واژه ها و جمله ها روبرو گردد و به آنها بپردازد و معنی هر کدام را بداند و پس از آن راه به جمله ها برد. این است دوباره می گوییم فارسی نه تنها یک زبان بلکه خود زبان نمی بود. راستی همان است که از 1000 سال باز زبان پارسی بیش از هر کاری در راه سخنبازی به کار رفته. شاعران که جز در پی قافیه بافی نمی بوده اند و خود به این خستوان گردیده اند بمانند. کتاب نویسان هم بیشترشان همین راه را پیموده اند. تاریخ نویسان که به تاریخ پرداختند در آن میان از سخنبازی و جمله پردازی چشم نپوشیده و کسانی از آنان بیش از تاریخ در بند این کار می بودند. وصاف آشکاره می نویسد که خواستش نشان دادن فصاحت و بلاغت می بوده و تاریخ را دستاویزی برای آن گرفته. پانوشت برگ 4 1 گفته های خود وصاف خواندنی است. گیومه باز نظر بر آن است که این کتاب مجموعه صنایع علوم و فهرست بدایع فضایل و دستور اسالیب بلاغت و قانون قوالیب براءت باشد و اخبار و احوال که موضوع علم تاریخی است مضامین آن به عرض معلوم گردد. گیومه بسته از کسروی بازگشت به متن. جوینی در حال آنکه تاریخ دلگداز مغول را می نویسد به نام سخنبازی از سج پردازی و بهاری سازی و مانند اینها که نشان بیدردی اوست باز نمی ماند. دیگران نیز همین رفتار را داشتند و تنها تاریخ بیهقی و کتاب گردگزی و عالم آرای عباسی و برخی کتاب‌های دیگر است که بیرون از این رشته می باشند. اینان سخنبازی را یک هنر می دانستند و این است به آن می نازیدند و سحر حلال یا معجزه می نامیدند. این است فنهایی به نام معانی و بیان و بدیع و مانند اینها که درباره سخنبازی است پدید آورده‌اند که در مدرسه ها درس می‌خواندند. اینها درباره زبان تازی بوده ولی با فارسی همان رفتار را می‌نمودند. از سخن خود دور نیفتم. گذشتگان به زبان این معنی را که ما می‌دهیم نمی‌دادند و از آن این نتیجه را که ما می‌خواهیم نمی‌خواستند. آنان ارج بسیاری به معنی نمی‌گذاردند و بیش از همه به واژه‌ها و جمله‌ها می‌پرداختند و برای این خواسته ایشان آمیخته بودن واژه‌های بیگانه و باز بودن درهای زبان بر روی واژه‌های عربی نه تنها زیان نمی‌رسانیده خود سود نیز می‌داده. کسانی که جز در پی سج یا قافیه یا جناس یا ترجیع یا مانند این نمی بوده اند، این بیمرزی زبان برای آنان بسیار سودمند می بوده، ولی برای ما که جز در پی معنی ها نمی باشیم و زبان را جز برای فهمانیدن
آنها نمیخواهیم، این بسیار زیانمند است و چنان که گفتیم با چنین حالی آن را زبان نمیتوانستیم نامید. 2. زیان دوم آنکه این درآمیختگی و بیمرزی زبان فارسی را از جداسری بی بهره گردانیده بود، زیرا زبان با آن حال اگر کسانی خواستندی یاد بگیرند بایستی گذشته از واژه‌های فارسی و دستور این زبان واژه‌های عربی و صرف و نحو آن زبان را نیز یاد بگیرند. خود ایرانیان که فارسی زبان مادرزادیشان شمرده میشد، برای یاد گرفتن آن میبایست عربی را نیز درس خوانده و آن را نیز بیاموزند. ایرانیان تا 20-30 سال پیش درس عربی می‌خواندند و با آنکه سالها در آن راه رنج می‌بردند، باز در بسیاری از واژه‌ها دچار لغزش می‌شدند، چنان که کافی را مکفی و منجی را ناجی و آیس را مایوس می‌نوشتند. از آن سوی مردم عامی که به عربی بیگانه می بودند از این زبان هیچ نمی فهمیدند و کمترین بهره از نوشته ها و کتاب ها نمی بردند. کسانی که در برابر ما ایستاده می گفتند گرفتن واژه ها از عربی چه زیان دارد؟ همانها اینها را نمی اندیشیدند، وگرنه خود زیان بزرگی است که فارسی را که یکی از آسانترین زبان هاست چندان دشوار گردانیم کمتر کسی از بیرون به آمیختن آن گراید و از درون نیز انبوه ایرانیان از فهمیدن آن بی بهره باشند. من بارها از اروپاییان که به ایران آمده اند شنیدم که از یاد گرفتن فارسی چشم پوشیده اند، چرا که بایستی عربی را نیز یاد گیرند و سالها رنج کشند. 3. زیان سوم آن که برای فارسی فرهنگ یا کتاب لغت نوشتن نشدنی می بود، زیرا فرهنگ را برای زبانی توان نوشت که مرز می دارد و کسی می تواند همگی ریشه های واژه ها را گرد آورد و یکایک بزندد. یک زبانی که کرانه نمی دارد و درش به زبانهای بیگانه باز می باشد چه فرهنگی برای او توان نوشت؟ می دانم کسانی خواهند گفت بهتر بود همان واژه‌های عربی را که تا آنگاه در کتاب‌ها به کار رفته بود گرد می آوردند و دیگر در زبان را می بستند. و این سخنی است که هواداران درآمیختگی به رخ ما می کشیدند. ولی باید گفت آقای محمد قزوینی و همراهان او که به آوردن واژه‌های عربی دلبستگی بسیار نشان می‌دادند، بر روی آن واژه‌ها نایستاده بستن در زبان را سزا نمی‌شمردند. راستی هم در جایی که جوینی و وصاف و دیگران از نویسندگان زمان مغول به خود سزا دانستند که هرچه توانند واژه از عربی بگیرند، چرا آقای قزوینی و دیگران از آن باز می‌ماندند؟ نه تنها به عربی خوانان، به فرانسه خوانان نیز سزنده می بود که از هوسبازی باز نایستاده و هرچه واژه‌های فرانسه می توانستند در نوشته های خود بیاورند. از آن سوی در فرهنگ نویسی راه این است که از واژه‌ها ریشه آنها را گیرند و معنی کنند و کسی به فرهنگ نگاه می کند چون به دستور زبان آشناست خود او جدا شده ها را تواند دانست. ولی با واژه‌های بیگانه این راه نشدنی است، زیرا بسیاری از فرهنگ نگرندگان به دستور آن زبان بیگانه آشنا نخواهند بود. این است باید هر واژه را جداگانه نوشت و معنی کرد. مثلا برای دلالت، دلیل، مدلول، دال، دلائل، استدلال، مستدل هر یکی را جداگانه آورد و نتیجه آن بایستی بود که برای زبان فارسی فرهنگ‌های 20 و 30 جلدی پرداخته گردد. در نتیجه همین دشواری است که تا کنون فرهنگ فارسی نویسان واژه‌های عربی را به فرهنگ‌های خود
راه نداده و تنها واژه‌های فارسی را گرد آورده‌اند و در نتیجه همین است که فرهنگ‌های آنها بسیار بیگانه است و شما چون نگاه کنید خواهید دید جز زبان 1000 سال پیش را به دیده نگرفته‌اند. 4. یک زیان دیگر آن که نامهایی که ما امروز به چیزهایی میگذاریم نامهای دوم است که معنیهایی می‌دارد. مثلا مهمانخانه، بالاخانه، راه آهن، ایستگاه، آزمایشگاه، دوربین، دوچرخه و مانند اینها که هر کدام معنایی میفهماند. این گونه نامها که از خود زبان برگزیده شود مردم هم معنایی از آنها فهمند و هم نیک یاد گرفته درست به زبان رانند. ولی چون از واژه‌های بیگانه برگزیده شود مردم معنایی نفهمند و به سختی یاد گرفته چه بسا به غلط به زبان رانند. در فارسی بیشتر این نامها را از عربی برمیگزینند، همچون مشروطه، دارالشورا، استیزا، تصویب، دارالمجانین، مجلس، اقلیت، اکثریت و بسیار مانند اینها. مردم با سختی آنها را یاد می‌گرفتند و چون معنایی از آنها نمی‌فهمیدند خواستی را که از نامگذاری می‌بود در نمی‌یافتند. این با آنکه زیان اندکی دیده می‌شود خود زیان بسیاری می‌باشد. از این کار و از مانندهای آن است که ایرانیان خو گرفتند که هر چیزی را نافهمیده و در نیافته فرا گیرند و به یاد سپارند. اینها زیانهای روشن و سترسای آن درآمیختگی است که در اینجا شمردیم. جز اینها زیانهای دیگری نیز می‌دارد و چنان که خواهیم دید. در نتیجه همین درآمیختگی زبان سامان خود را از دست داده و نیروی خود را باخته بود. زبان یک چیز رویایی است که شاخه ها و برگ ها رویاند، ولی زبان پارسی در نتیجه همان آمیختگی رویش را از دست داده بود. به گفته داروین هرچه به کارش نبرند بیکاره گردد. این زبان نیز چون به کارش نبرده بودند بیکاره شده بود که اینها را سپس روشن‌تر خواهیم گردانید. کنون شما داوری کنید یک چیزی با این زیانهای آشکار چگونه کسانی به دستاویز آن با ما دشمنی می نمودند و از زبان درازی و کارشکنی دریغ نمی گفتند. شگفت‌تر آنکه آنان دلیل‌هایی نیز می آوردند که می باید در اینجا فهرستوار بشماریم و به هر کدام پاسخی دهیم. پایان این فایل در برگ 7. کتابخانه گویای آوای بوف تقدیم می کند. نام کتاب زبان پاک، نویسنده احمد کسروی. فایل 2 برگ 7. avayaboof.com 1. می گفتند سعدی و حافظ با همین زبان مقاصد خود را فهمانیدند. میگویم این سخن بسیار عامیانه است. سعدی و حافظ نه دلشان به مردم میسوخت و نه در پی بزرگی و نیرومندی توده بودند. آنان خواستی جز سخنبازی نمی داشتند و چندان بیدرد می بودند که به کار و پیشه‌ای نیز نمی پرداختند. ما امروز به صدها معنی نیاز می داریم که سعدی و حافظ هیچ نمی دانستند. ما امروز به یک زبان توانا و ساده ای نیازمندیم که به دستیاری آن اندیشه های خود را در سراسر شرق
رواج دهیم. کسانی که این سخن را می گفتند آرزوشان این می بود که ایرانیان بلکه سراسر شرقیان به همان حال زمان سعدی و حافظ باز مانند و با این پیشرفت‌ها که جهان را رخ داده آنان به تکانی برنخیزند. این آرزویی است که می داشتند و اکنون هم می دارند و در راهش می کوشند. 2. می گفتند کلمه‌های عربی که در فارسی به کار می رود این زبان را وسیع می گرداند. می گویم فزونی واژه‌های یک زبان یا به گفته شما وسیع بودن آن یک چیز سودمندی نمی باشد. آری از دیده سخنبازی سودمند است و یک کسی به آسانی تواند قافیه یا سج درست گرداند، ولی از دیده روانی زبان زیانمند می باشد، چنان که پیش از این باز نمودیم. یک زبان زنده و نیک توانا باید بود و توانایی با فزونی واژه ها نمی باشد. توانایی یک زبان با آن می باشد که به هنگام نیاز واژه های نوینی از آن پدید توان آورد و هر معنای نوینی را با آن توان فهمانید. پانوشت برگ 8.1 توان آورد، سبک شده توان آوردن، همچنین توان فهمانید، توان فهمانیدن، تواند بود، تواند بودن. بازگشته به متن. دوباره میگویم زبان یک چیز رویایی است و توانایی آن این است که خود شاخه دواند و برگ بیرون دهد. کسانی که میخواهند در آمیختگی واژه‌های بیگانه را مایه نیکی و بزرگی فارسی شمارند، داستان ایشان داستان آن کسی است که شاخه ها را از جنگل ببرد و به درختی با ریسمان ببندد و این را مایه بزرگی آن شمارد. آن زبانی که اینان به کار میبرند با همه بهره‌مندی از واژه‌های عربی اگر میخواستندی واژه‌های کمیسیون، کمیته، کنفرانس، کنگره و مانند اینها را ترجمه کنند، ناگزیر بودندی بگویند هیئت مشاوره، هیئت اجراییه و مانند اینها که خود نمونه ناتوانی زبان می باشد. 3. می گفتند دو زبان چون با هم ارتباط یافتند از کلمه های یکدیگر می گیرند. می گویم راست است، ولی آن هم اندازه دارد. یک زبان از زبان دیگری واژه‌هایی که خود نداشته گیرد، نه اینکه درهای خود را به روی آن باز کرده راه دهد که هر کسی هر چه خواست و چندان که خواست بیاورد. آن همه زبانهای اروپا که با همدیگر پیوستگی می‌دارند، کدام یکی درهای خود را بر روی آن دیگری بازگذارده؟ از آن سوی اگر در نتیجه درآمدن عرب به ایران فارسی با عربی پیوستگی یافته، عربی نیز با فارسی همین حال را پیدا کرده، پس چه شده که عربی درهای خود را بر روی پارسی باز نکرده؟ عربها چون ایران را بگشادند، با آنکه ایرانیان در شهریگری بیشی و پیشی به آنان می داشتند و عربها نیاز به گرفتن صدها چیز از ایرانیان پیدا کرده بودند، زبان خود را نگه داشتند و جز واژه‌های ویژه‌ای که نیازمند می بودند از فارسی نگرفتند. از این سوی چنان که گفتیم این آمیختگی با این حال جز در سالهای دیرتر روی نداده و جز در سایه هوسبازی و خودنمایی کسانی نبوده. 4. می گفتند زبانهای اروپایی نیز با کلمه‌های لاتینی در آمیخته می باشد. این یک دلیل برجسته و دانشمندانه آنان می بود. ولی این نیز بیپا و بیجاست، زیرا آن زبانهای اروپایی از لاتین پدید آمدند، نه آنکه با واژه‌های لاتین در هم آمیخته باشند. مثلا همان زبان فرانسه
تاریخچه‌اش این است که فرانسه تا 2,000 سال پیش نشیمن مردمی به نام گل می بود و این مردم چون بیابانی و دوژاگاه می بودند یک زبان نارسایی می داشتند. سپس چون یولیوس قیصر، جولیوس سزار اینجا را گشاده، زبان لاتین که زبان یک مردم پیشرفته و شهرنشین می بود رواج یافته. سپس نیز دسته ای از ژرمنان به نام فرانک به آنجا در آمدند و بنیاد توده فرانسه را گذاردند. این است زبان فرانسه از هم درآمیختن 3 زبان گل، لاتین و فرانک پدید آمده. نه اینکه نویسندگان فرانسه به هوس‌بازی کلمه‌های لاتین را در نوشته‌های خود جا داده و بدین سان آنها را به زبان خود درآمیخته باشند. چنین رفتاری چندان بیخردانه است که در کمتر جایی رخ توانستی داد. همان زبان فرانسه که با لاتین پیوستگی می دارد، با این حال اگر یکی از نویسندگان آن کشور یک دیکسیونر لاتین را در جلوی خود گذارد و آزادانه کلمه هایی را از آن گرفته و در نوشته هایش به کار برد، مردم او را دیوانه شمارند و نوشته هایش را نخوانند. من در شگفتم که آقای تقی‌زاده و آقای قزوینی که سالها در اروپا مانده و تاریخ اروپا می‌دانند، چگونه از این نکته ناآگاه مانده‌اند و چگونه آن دلیل را می‌آورند. به سخن بیش از این دامنه ندهیم. از آنچه گفتیم روشن گردید که یک زبان باید با واژه‌های خود گردد و درهای آن بر روی همه واژه‌های بیگانه باز نباشد و اگر گاهی یک معنای نوینی پیدا شد، برای آن نیز نام از خود زبان بگذارند. مثلا چنانچه گفتیم پس از جنبش آزادی در ایران یک رشته معنی‌های نوینی پیدا شد که بایستی به همه آنها نامی از خود پارسی برگزینند و اینکه واژه‌های مشروطه، دارالشورا، استیضاح، اقلیت، اکثریت، وزارت معاف و مانند اینها را از عربی گذارده اند و یا واژه‌های کمیته، کنفرانس، کنگره و کمیسیون و مانند اینها را با همان نام‌های اروپایی پذیرفتند، جز از نافهمی نمی باشد. به جای همه اینها بایستی نام‌های فارسی گذارند. آری یک رشته بیرون از این می باشد و آن افزارها و چیزهایی است که ما نداشته و از دیگران با نامش می گیریم. مثلا تلگراف، تلفن، رادیو، گرامافون، اتومبیل و مانند اینها که با همان نام‌های اروپایی پذیرفته شده زیانی نمی دارد. به ویژه که اگر نیاز باشد از آنها جدا شده نیز توان آورد. مثلا تلگرافیدن و تلفنیدن به کار می رود و می توان تلگرافنده و تلفننده نیز جدا گردانید. همچنین خوراک‌های اروپایی از کاتلت، امروز تلفظ کتلت برای این خوراک رواج یافته، و سوپ و مانند اینها که نداشتیم و با نامش گرفتیم زیانی نمی دارد. نتیجه این گفته ها آنکه درآمیختگی با واژه‌های بیگانه، به ویژه با واژه‌های تازی، یکی از آلودگی‌های فارسی می بود. از 1000 سال پیش این درآمیختگی آغاز یافته و در زمان ما به جایی رسیده که برخی از نوشته‌ها 80% بلکه 90% عربی می بود و گذشته از واژه‌ها جمله ها به کار می رفت و به اینها می بایست چاره کرده شود. کسانی که ایستادگی نشان می دادند راه کجی را پیش می داشتند. چیزی که هست این چاره جویی می بایست از راهش به انجام رسد که ما همان را پیش گرفتیم، بدین سان که 1. این کار به نام دشمنی با واژه‌های بیگانه نمی بود و بلکه چنان که گفتیم انگیزه هایی برای خود می داشت. از این رو واژه‌هایی که انگیزه‌ای درباره آن نمی بود
بایستی به جای خود بماند. مثلا واژه‌های جمله، کتاب، جلد و مانند اینها که نام‌های دوم نیست و از آن سوی به جدا شده‌ای از آنها نیاز نمی‌داریم، یا واژه‌های فهمیدن، طلبیدن، تلگرافیدن که رویه فارسی به خود گرفته و جدا شده ها نیز از آنها بیرون می آید، به حال خود بماند. روی هم رفته در جایی که انگیزه نمی بود نبایستی واژه ها را بیرون گردانید. 2. بایستی این کار کم کم پیش رود که خوانندگان آشنا گردند، بدین سان که نخست واژه هایی که فارسی هایش فراموش نگردیده به کنار گذارده گردد تا سپس نوبت دیگران برسد و در میان نوشتن چگونگی به کار بردن این واژه‌های نوین باز نموده شود. 3. واژه‌های فارسی که برگزیده می شود غلط نباشد و چنان باشد که اگر نیاز افتاد جدا شده نیز از آن بیرون آید و آنگاه تا تواند از واژه‌های فهمیدنی باشد. مثلا واژه‌های درآمد و دررفت و پیشرفت، فهریخت، آگاهی، خستوان، پایاندن که به جای دخل و خرج، ترقی و تربیت، اطلاع، مقر و ضامن برگزیده گردیده که هم فهمیدنی است و هم میتوان جدا شده از آنها گرفت. زبان فارسی با حال امروزی بسیار تنگ است و بسیاری از معنیها در آن نامی نمی دارد و اینجا بود که می بایست برخی واژه‌ها گذارده شود، همچون پرگ و سهش که به معنی اذن و احساس گذارده شده است. 5. دیگر آگ‌های زبان نیز چاره پذیرد که از ناتوانی بیرون درآید. برگ 12. 1. 2. دوریشگی در کار واژه‌ها. یک آک دیگر زبان فارسی که مایه نابسامانی آن گردیده دوریشگی است که در بیشتر کار واژه‌ها فعل‌ها روان است. مثلا نوشتن و نویسیدن دو ریشه است که با هم به کار می رود، زیرا برخی جدا شده ها از آن و برخی از این آورده می شود. نوشت، می نوشت، نوشته، بنویس، می نویسد، نویسنده. مانند این بسیار است و برخی از آنها جداییشان از همدیگر فزونتر می باشد و اینک در پایین یک رشته از آنها را می شماریم. گسیختن، گسلیدن، هشتن، هلیدن، رستن، رویدن، گفتن، گویدن، فرمودن، فرماییدن، نهفتن، نهانیدن، رفتن، رویدن، دیدن، ببینیدن، شستن، شویدن، شنیدن، شنویدن، خواستن، خواهیدن، خواستن، خیزیدن، کردن، کنیدن، بودن، باشیدن، بستن، ببندیدن، داشتن، داریدن، آفریدن، آفرینیدن، ستدن، ستاندن، کاشتن، کاریدن. این یک آشفتگی بزرگی در زبان است و کسانی که بخواهند فارسی را بیاموزند این یکی از دشواری‌های کار ایشان خواهد بود. از این سوی آیا این آشفتگی یک سودی را در بر می دارد؟ بیگمان نمی دارد و هودش جز نابسامانی زبان و دشواری آن نمی باشد. این است باید چاره کرده شود، بدین سان که همه جدا شده ها از یک ریشه بیایند. مثلا گفته شود نویسید، می نویسید، نویسیده، بنویس، نویسنده. همچین در ماننده هایش یک زبان هرچه بسامانتر بهتر باشد. این نیز باید کم کم به کار بسته شود که گوشها نرمد. از آن سوی این یک جستاری است که آیا از دو ریشه کدام یکی را باید برگزید و کدام یکی را از میان برد. آنچه ما می‌دانیم در بیشتر جاها ریشه دوم در خور گزیدن است، زیرا از آن است که توان همه جدا شده ها را گرفت و از ریشه یکم چنین کاری نتواند بود.
مثلا در همان نوشتن و نویسیدن اگر ریشه یکم را بگیریم در بیشتر جدا شده ها خواهیم درماند، ولی از ریشه دوم همه آنها را توان آورد که ما نیز آوردیم. لیکن گاهی نیز ریشه یکم ساده تر و بهتر باشد، چنان که در کردن و کنیدن و آفریدن و آفرینیدن حال چنین می باشد و ما می توانیم گفت می کرد، بکرد، کرنده، می آفرد، بیافرد، آفرنده. همچنین در برخی ماننده اینها: 3. فزونی بیجای کارواژه‌های یاور. یکی دیگر از آگ‌های فارسی فزونی بیجای کارواژه‌های یاور می باشد، زیرا در جاهایی که می توان جدا شده آورد و نیازی به کارواژه یاور نیست، باز با آن می آورند. مثلا می گویند ناله کرد، زاری نمود، خنده نمود، درخواست کرد، زندگی کرد، نهان کرد و همچنین بسیاری مانند اینها که باید بگویند نالید، زارید، خندید، درخواست، زیست، نهاد. این یکی از زیانهایی است که از درآمیختگی کلمه‌های بیگانه پدید آمده، زیرا کلمه‌های بیگانه را که می گرفتند با کارواژه‌های یاور می آوردند، همچون تقاضا کرد، تناول نمود، میل کرد، تضرع نمود، توجه کرد و مانند اینها. سپس واژه‌های خود فارسی را هم با آن شیوه آوردند. هرچه هست این یکی از آگ‌های زبان می باشد که تا می توان باید پرهیزید، باید تا می توان خود واژه را به گونه کارواژه آورد. مثلا 3 کلمه پندار، انگار، گمان از یک رده می باشد و چنان که در آنها می گویند پندارید، انگارید، در این هم باید گفت گمانید. چنان که می گوییم خشکید، توانیم گفت ترید، همچنان توانیم گفت کوتاهید، درازید، پهنید و بسیاری مانند اینها. چنان که می گوییم ترشیده، همچنان توانیم گفت تلخیده، شوریده و مانند اینها. این نیز باید کم کم پیش رود و گوشها را نرماند. 4. ناروان بودن قاعده ها. یک آک دیگر فارسی ناروان بودن قاعده های آن است، چون از 1000 سال باز زبان را کنار گذارده و همیشه به کلمه های بیگانه پرداختند. زبان رو به بیکارگی نهاده و از جمله قاعده های آن ناروان گردیده. مثلا در فارسی از هر ریشه‌ای 3 گونه کننده می آید: رونده، روا، روان، جوینده، جویا، جویان. اینها هر یکی معنای دیگری و جای دیگری می دارد که سپس باز خواهیم کرد، ولی شما چون بجویید خواهید دید آمدن اینها از ریشه ها بسیار نابسامان می باشد که از برخی آن نمی آید و از برخی این نمی آید و گاهی هیچ کدام نمی آید. اینک در پایین با یک جدولی این را روشن می گردانیم. خواستن، خواهنده، خواهان. گفتن، گوینده، گویا، آمدن، آینده، خندیدن، خندان. رفتن، رونده، روا، روان. پسندیدن، نیز در پارسی می توان با افزودن آن یک کارواژه ناگزرا را گذرا گردانید. مثلا چرید، چرانید، دوید، دوانید، رسید، رسانید. این یک قاعده است ولی در همه جا روان نمی باشد و این است نگویند خواند، خوانانید، فروخت، فروشانید، بست، بندانید. این نیست چنان که سپس خواهیم دید یک نابسامانی بزرگی در پسفندها و پیشفندها همین است
که در همه جا روان نمی باشند. این 3 مثل را به نام نمونه یاد کردم و مانند اینها فراوان است. این خود یکی از نابسامانی‌های زبان و از آگ‌های آن است که باید برکنار گردانید و هر قاعده‌ای را همه جا روان شمرد. مثلا در آن 3 گونه کننده باید هر 3 را از هر کارواژه‌ای به کار برد. باید در جایی که سزنده است خواهان گویان، آیا آیان، خندنده خندا، پسندنده پسندا، پسندان نیز آورد. همچنین در دیگر جاها گذرا گردانیدن کارواژه ها را هم باید در همه جا روان گردانید و در بستن و فروختن و خواندن نیز گفت بندانید، فروشانید، خوانانید. همچنین در دیگر جاها از پسوندها و پیشوندها نیز سخن خواهیم راند. 5. گذرا و ناگذرا بودن برخی ریشه ها. یکی دیگر از آگ‌های فارسی این است که برخی ریشه ها در آن هم گذرا و هم ناگذرا می آید، همچون شکست، ریخت، پراکند، نمود، آمیخت و مانند اینها. کاسه شکست و کاسه را شکستم، آب ریخت و آب را ریختم، این خود آشفتگی است و انگیزش این است که در فارسی یک افزاری برای ناگذرا گردانیدن گذرا نیست. افزاری برای گذرا گردانیدن ناگذرا هست ولی برای وارانه آن نیست. در جایی که هر زبانی به چنین افزاری نیازمند است، از نبودن آن است که بدینسان برخی ریشه ها را به 2 حال به کار میبرند. شکست گذرا می باشد ولی چون به ناگذرایش نیز نیاز افتد، زیرا گاهی برخی چیزها به خود شکسته شود، از این رو آن را گاهی هم ناگذرا آوردند، اما از چاره این در جای دیگر سخن خواهیم راند. 6. به جای کننده آمدن کرده شده ها. یک آک دیگر آن است که در برخی از ریشه ها به جای کننده کرده شده می آورند، همچون ایستاده، نشسته، خوابیده، گذشته، ریخته، پخته و مانند اینها. مثلا می گویند این خوابیده کیست؟ که باید بگویند خوابنده. همچنین در مانندهای آن. این هم یک آشفتگی است و چاره آن است که اینها را جز به رویه کننده نیاورند. چه زیانی خواهد داشت که اگر به جای ایستاده که غلط است ایستنده بگویند و همچنین در مانندهای آن. پایان این فایل در برگ 15. کتابخانه آوای بوف تقدیم می کند. نام کتاب زبان پاک، نویسنده احمد کسروی، فایل 3 از برگ 15. avayaboof.com 7. در هم بودن ضابها. یک آشفتگی دیگر در هم بودن ضابها، صفتها می باشد. مثلا می گویند دیوار کوتاه، در حالی که غلط است، زیرا کوتاهی در برابر درازی است و در اینجا که خواستشان نابلندی است باید بگویند دیوار پست. دیوار کوتاه آن را گویند که درازیش کمتر باشد. نیز میگویند مرد درستکار، در حالی که غلط است و باید بگویند مرد راستکار، زیرا خواستشان کسی است که از دزدی و کلاهبرداری بپرهیزد و این راستی است. درست در برابر غلط یا شکسته می باشد. میگویند این کار سخت است، در جایی که باید بگویند دشوار است، زیرا سخت در برابر سست می باشد، نه در برابر آسان. میگویند این آب کند می رود، که غلط است و باید بگویند آهسته می رود، زیرا کند در برابر تیز است، نه در برابر تند و از این گونه بسیار است.
در نتیجه آنکه همه به کلمه‌های بیگانه پرداختند، کلمه‌های زبان خود را فراموش گردانیده بدین سان نابجا به کار بردند. باید این نیز از میان برداشته گردد و هر ضابی در معنی درست خود به کار رود. و چنان که نشان دادیم راه دانستن معنی هر ضاب آن است که آخشیج یا برابر آن دانسته شود و من اینک برخی از آنها را در پایین می آورم. راست، دروغ، چپ، کج، سفت، نرم، شل، دشوار، آسان، دراز، کوتاه، تنگ، فراخ، تند، آهسته، درست، غلط، کمتر، شکسته، بیمار، سخت، سست، بلند، پست، آهسته، کلفت، باریک، بالا، پایین، تیز، کند، کم، بیش، دور، نزدیک، بزرگ، خرد، کوچک، پشت، رو، پس، پیش، خوشنود، ناخوشنود، گله‌مند. 1.8 بی‌معنی گردیدن برخی از واژه‌ها. یک آلودگی شگفتی آن است که بسیاری از کلمه‌ها معنی روشن نمی‌دارد و با این حال به کار گرفته می‌شود، همچون آزرم، نوید، برومند، فره، فرهنگ، فرهومند، رادمرد، ستیز، نیایش و مانند اینها که هیچ یکی معنی روشنی در نزد مردم ندارد. آزرم به همان معنایی است که امروز شرف مینامند و اگر روشن‌تر خواهیم باید بگوییم این که یک کسی به نیکی و آراستگی خود دلبستگی دارد و در بند نام نیک باشد. این یکی از معناهایی است که ما به آن نیاز می‌داریم و می‌باید آزرم را در همان معنی شناخته گردانیم. ولی در زبان دیگران این یک واژه بی‌معنایی است که در پی واژه شرم می‌آورند. مثلا می‌گویند شرم و آزرم نداری؟ و اگر شما بپرسید آزرم به چه معنی است؟ درمانند. نوید به معنی وعده است، ولی بیشتر آنان معنی این را نمی‌دانند و اگر نیک نگرید آن را در معنی مژده به کار می‌برند. برومند در یک شعری آمده ولی چون معنایش را نمی‌دانند آن را با پیش با می‌خوانند، در جایی که با زبر با همان کلمه بار به معنی میوه است که با پسفند مند آمده است. فره یک کلمه بی‌معنایی است که از افسانه‌های کهن زردشتیگری یادگار مانده. زردشتیان می‌پنداشتند که مهر و پروای خدا در یک کالبدی به نزد کسی آید و با او همراه گردد و با اینکه اکنون دیگر آن پندار زردشتیگری باز نمانده و واژه هیچ معنایی نمی‌دارد، باز آن را به کار می‌برند. فرهنگ به معنی تربیت است، ولی آنان این را در یک معنی تاریکی به کار می‌برند و اگر بپرسی فرهنگ چیست؟ خواهند گفت فضل و ادب و علم، که از همین پاسخ نادانسته بودن او پیداست. اگر دوباره بپرسید فضل و ادب چیست؟ در اینجاست که به خشم آمده پاسخ ناشاینده خواهند داد. اندازه ناشایندگی فرهنگستان ایران از اینجا پیداست که نام خود را فرهنگستان گذاشته که هیچ معنایی نمی دارد. فروهمند همان فره با پسفند مند می باشد. گاهی پیش از واژه مند او می آمده، همچون تنومند که خود بی‌معنی است ولی به کار می رود و شگفت‌تر از همه معنایی است که در فرهنگ‌ها به آن داده‌اند. مرد نورانی پاکیزه روزگار. راد به معنی سخی است و اکنون رادمرد را در یک معنی تاریکی به کار می‌برند. اگر بپرسید خواهند درماند. ستیز به معنی لجاجت است، لیکن آنان این معنی را نمی‌دانند و هر کس آن را به معنی دیگری می‌آورد. نیایش با خدا یا با کس دیگری با زبان فروتنی سخن گفتن است، لیکن آنان یک معنای روشنی از این نمی‌خواهند.
یک نمونه نیکی از آشفتگی زبان و از تاریک گردیدن واژه‌ها آن معنی‌های گوناگون و آخشیج هم است که در فرهنگ‌ها برای بسیاری از کلمه‌ها می‌نویسند. مثلا در برهان قاطع همان کلمه راد را چنین معنی می‌کند: راد بر وزن شاد، کریم، جوانمرد و صاحب همت و سخاوت را گویند و به معنی شجاع و دلاور هم هست و حکیم و دانشمند را نیز گفته‌اند. به معنی سخنگوی و سخنگزار و قصه خوان هم آمده است. از این گونه بسیار است و این در نتیجه آمیختن کلمه‌های عربی و سخنبازی کردن است که از یک سو کلمه‌ها نیروی خود را از دست داده و یک معنای روشنی از آنها بر نمی آید و از یک سو مردم به شنیدن کلمه‌های نافهمیده و جستجو نکردن درباره معنی آنها خو گرفته‌اند. این آلودگی هم باید از میان رود و راهش این است که هیچ کلمه ای بی داشتن یک معنای روشنی به کار نرود. 9. از دست دادن واژه‌ها معنی‌های خود را. یک آشفتگی بزرگ دیگری در فارسی آن است که در نتیجه درآمیختگی زبان با واژه‌های بیگانه بسیاری از واژه‌های خود آن معنایش را از دست داده و در یک معنی بیگانه دیگری به کار می‌رود. مثلا بخشیدن به معنی تقسیم است و هنوز بخش به معنی قسمت به کار می‌رود، ولی خود واژه را از معنی راست خود بیرون بردند و گاهی به معنی آمرزیدن و گاهی به معنی دادن به کار میبرند. گناه او را بخشید و 100 تومان به او بخشید، در حالی که هم آمرزیدن و هم دادن خود واژه می‌دارند که نیازی به آن نیست. همچنین نگاشتن به معنی نقش کردن است که هنوز هم نگار به معنی نقش آورده می شود، لیکن خود واژه را در معنی نوشتن به کار می برند. قلم برداشت و نامه نگاشت، در حالی که برای نوشتن واژه‌ای هست و به این نیازی نیست. همچنین نمودن به معنی نشان دادن است، چنان که نمایش هنوز به آن معنی می آید ولی خود واژه را به معنی کردن به کار میبرند. نیز دمیدن به معنی نفس بیرون دادن است که دم به همان معنی می آید ولی خود واژه را در معنی روییدن به کار میبرند. مانند اینها نیز بسیار است. این آشفتگی نیز باید به کنار گردد و هر واژه‌ای در معنی راست خود به کار رود. 10. درآمیختن معنی‌های نزدیک به هم. یکی از آشفتگی‌های فارسی که خود آک بزرگی است در هم آمیختن معنی‌های نزدیک هم میباشد. مثلا واژه‌های بیم و ترس و هراس هر یکی معنی دیگری می‌دارد. بیم ترسیدن از یک زیان یا آسیبی است که گمان می‌رود در آینده پیش آید و این است آن را در برابر امید به کار می‌برند. ترس به همان معنی شناخته خود می باشد. هراس ترس سخت است، ولی اکنون همه اینها را به یک معنی به کار می برند و جدایی در میانه نمی شناسند. واژه‌های پند و اندرس هر کدام معنی دیگری می دارد. پند به کسی راه نمودن و نیک و بد را یاد دادن است و این است می توان از آن کارواژه پدید آورده پندید گفت. اندرز آن سخنان پندآمیزی است که کسانی میپردازند. مثلا با بدخواهان همراهی مکن، لیکن اکنون هر دو به یک معنی میشناسند. دو واژه توانستن و یارستن هر کدام معنی دیگری میدارد. توانستن آن است که کسی نیروی کردن کاری را دارا باشد. من درس خواندم، میتوانم نامه نویسم. یارستن آن است که دلیری آن را دارد. من میارم که به شاه نیز سخن خود را گویم. از این گونه بسیار فراوان است که اگر بشماریم سخن به درازی خواهد انجامید.
میباید این نیز از میان رود و هر واژه‌ای جز در معنی ویژه خود به کار برده نشود. برگ 20 1:11 به کنار افتادن واژه‌ها از معنی ریشه‌ای خود. یک آشفتگی دیگر آنکه در بسیاری از کلمه‌ها معنی ریشه‌ای را به دیده نمی‌گیرند. مثلا میگویند دیشب نگران خوابیدم. نگران از نگریستن میآید و در اینجا خواستشان بیمناک است که با آن معنی ریشه‌ای هیچ سازشی نمی‌دارد. میگویند شاید که فردا باران بیاید. شاید از شایستن است که در اینجا معنی ندارد و خواستشان گمان بردن است که بایستی بگویند باشد یا توانا بود. میگویند فلان کس به من همراهی کرد که خواستشان کمک کردن می باشد، نه به یک راه رفتن. میگویند فلان مرد نابکار است که خواستشان بدکاره است. یکی از مثالهای این آشفتگی کلمه ارزان است که از ریشه ارزیدن می آید ولی خواستشان آن معنی نیست. برای آنکه چگونگی روشن گردد باید دانست که کالایی که ما به یک بهایی می خریم به یکی از سه حال تواند بود. 1. کالا و بها هر دو به یک ارج باشد. کتابی را به 10 ریال بخریم. 2. کالا ارجش بیشتر از بها باشد. کتاب را به 8 ریال بخریم. 3. بها ارجش بیشتر از کالا باشد. کتاب را به 12 ریال بخریم. این سه حال را اگر بخواهیم با زبان راستی باز نماییم باید در نخست بگوییم ارزان خریده ایم، در دوم بگوییم کم بها و در سوم بگوییم فزون بها. ولی در فارسی دیگران برای نخست نامی نیست. میتوان گفت این کتاب به 10 ریال میارزد ولی نتوان گفت ارزان است. دوم را میگویند ارزان که غلط آشکار است. سوم را میگویند گران که آن نیز غلط است، زیرا گران در برابر سبک است و در اینجا معنی به جایی نمیدهد. از این گونه بسیار است که باید همه را به معنی راست خود بازگردانید. برگ 21 1:12 به هم خوردن گونه های کارواژه. یکی از آک‌های بزرگ فارسی به هم خوردن گونه های کارواژه ها و از میان رفتن بسیاری از آنهاست و چون از این آک و از چاره اش جداگانه سخن خواهیم راند در اینجا به باز نمودنش نمی پردازیم. این هاست آک‌ها و آشفتگی های زبان فارسی و ما چنان که گفتیم به پیراستن زبان از همه این آک‌ها کوشیده ایم و زبانی که اکنون برای نوشته های خود می داریم و آن را زبان پاک می نامیم از بیشتر این آک‌ها پاک گردیده و از بازمانده نیز پاک خواهد گردید و اینک فهرستی در پایین از پیرایش ها می آوریم. 1. درباره واژه‌های بیگانه چنان که گفتیم تا آنجا که می بایست آنها را از زبان بیرون رانده و به جایشان واژه‌هایی از خود زبان برگزیده و یا از خودمان گذارده ایم. چنان که این واژه‌ها را در پایان کتاب خواهیم شمرد. 2. درباره دوریشگی چنان که گفتیم باید ریشه یکم برگزیده شود مگر در چند جا که ریشه دوم بهتر است و همه جدا شده ها از آن آورده شود و ما به این کار آغاز کرده ایم. 3. درباره کارواژه‌های یاور ما آنها را بسیار کم گردانیده ایم و خواهیم گردانید تا به یک بار از میان رود. 4. درباره قاعده ها ما همه آنها را در همه جا روا می شناسیم و در همه جا روانش می گردانیم. 5. درباره گذرا و ناگذرا بودن برخی ریشه ها چنان که گفته ایم
شوند آک آن است که در فارسی برای گذرا گردانیدن ناگذرا افزاری هست، ولی برای ناگذرا کردن گذرا افزاری نیست، در جایی که به این نیز نیازمندیم. پس چاره آن است که یک چنین افزاری نیز گذارده شود و روان گردد، ولی ما به این کار تا کنون برنخاسته ایم و باید برخیزیم. 6. درباره کننده و کرده شده ما هر یکی را جز در جای خود نمی آوریم. 7. درباره ضابها ما هر یکی را جز در معنی راست خود به کار نمی بریم. 8. درباره واژه‌هایی که بی معنی گردیده ما برای هر یکی معنای روشنی داده و در آن معنا به کار می بریم. 9. درباره واژه‌هایی که معنی‌های خود را از دست داده‌اند ما هر یکی را به معنی خودش بازگردانیده‌ایم و جز در همان معنی نمی آوریم. 10. درباره واژه‌هایی که معناهاشان نزدیک هم است و به یکدیگر درآمیخته ما هر یکی را به معنی خود بازگردانیده‌ایم و در این باره جداگانه گفتاری خواهیم آورد. 11. درباره واژه‌هایی که از معنی ریشه‌ای به کنار افتاده ما هر یکی را به معنی ریشه‌ای بازگردانیده‌ایم و خواهیم گردانید. 12. درباره گونه‌های کارواژه‌ها و به هم خوردن و از میان رفتن آنها که از بزرگترین آگ‌های فارسی است ما کار خود را کرده ایم و جداگانه آن را در گفتاری نشان خواهیم داد. برگ 23 گفتار دوم گونه‌های کارواژه‌ها. چنان که گفتیم یکی از آگ‌های بزرگ فارسی به هم خوردن گونه‌های کارواژه‌ها و از میان رفتن بیشتر آنهاست. این آگ یکی از چیزهایی است که زبان را بسیار تنگ گردانیده بود. می‌دانیم زبان از جمله‌ها و جمله‌ها از واژه‌ها پدید آید. نیز می‌دانیم که واژه‌ها به 3 گونه است: نامواژه، اسم، کارواژه، فعل، بندواژه، حرف. هم باید دانست که در جمله بندی ما به همه این 3 گونه نیازمندیم، ولی رگ سهنده جمله ها کارواژه می باشد. اگر شما می گویید بهزاد رفت، از یک واژه رفت چند معنی فهمیده می شود، زیرا هم رخ دادن کار، هم زمان آن و هم اینکه رونده یک تن بوده فهمیده می شود. گذشته از اینها از کارواژه معنی‌های دیگری نیز توان فهمید که سپس روشن خواهیم گردانید. این است کارواژه در هر زبانی رگ سهنده جمله‌ها به شمار آید و در برخی از زبان‌ها گونه‌های آن تا 30 یا بلکه بیشتر می باشد. در فارسی نیز تا 20 و چندی بوده است، ولی به شوند آسیبی که به زبان رسیده بسیاری از آنها فراموش شده و برخی نیز به هم آمیخته و نابسامان گردیده بود. این است فارسی زبانان از فهمیدن و فهمانیدن بسیاری معنیها بی بهره می بودند. برای روشنی سخن مثلی یاد می کنم. در اکنون مضارع گفته می شد می رود، می نویسد، می خواند و اینها به 2 معنی توانستی بود. یکی آنکه کارش رفتن یا نوشتن یا خواندن است و دیگری اینکه همین اکنون می رود یا می نویسد یا می خواند. مثلا اگر کسی گفتی من فرش می خرم، شما ندانستی که آیا کار او فرش خریدن است و یا کنون را می خواهد یک فرش بخرد. از خود جمله ها هر دوی این معنی ها فهمیده شدی. در زبانهای دیگر این 2 معنی از هم جداست. در فارسی نیز نخست جدا می بوده و هر یکی با واژه‌های دیگری فهمانیده می شده، ولی سپس به هم خورده بدانسان که گفتیم این 2 معنی به هم آمیخته بود. از این گونه باز هم هست و به یک شمردن نیازی نیست. به شوند این به هم خوردگی ها در فارسی گونه های گذشته ماضی 5 و گونه های اکنون 1 گردیده بود. ما در این باره نیز به کار پرداخته و گونه های فراموش شده را بازگردانیده سامان درستی به آنها دادیم و اینک ما در زبان
پاک 13 گونه گذشته و 3 گونه اکنون به کار میبریم که هر کدام در یک معنای ارجدار و سهنده‌ای میباشد. چون در فارسی گذشته از این آسیب کارواژه‌ها در ریشه‌های بایستن و بودن و داشتن نابسامانی‌های فزونتری پدید آمده بود و ما آنها را نیز به سامانش بازگردانیده ایم، این است در اینجا از همه اینها سخن خواهیم راند. 2.1 گونه‌های گذشته و اکنون و فرمایش. 1. گذشته. چنان که گفتیم ما برای گذشته 13 گونه پیدا کرده و به سامان گردانیده ایم و اینک یکایک می شماریم. 1. گذشته ساده. نوشت. این همچون نام خود ساده است و ما را به سخن از آن نیازی نیست. 2. گذشته نادیده. نوشته. این را بیشتر در جایی آورند که کاری رخ داده ولی گوینده در آنجا نبوده و آن را با دیده ندیده. اگر کسی بگوید دیشب یکی آمده و در خانه ما را زده و پولی داده و رفته، ما خواهیم فهمید که خود گوینده در خانه نبوده و با دیده ندیده. ولی اگر گفت دیشب یکی آمد و در خانه ما را زد، پولی داد و رفت، ما خواهیم دانست که خود او در خانه بوده. از این روست که ما آن را گذشته نادیده خوانده ایم. لیکن گاهی آن را به معنی‌های دیگری نیز آورند. گاهی کاری را گوینده دیده ولی شنونده ندیده و این است پروای حال او را کرده با این گونه آورند. بچه‌ای برادر خود را از کوچه آواز داده میگوید آقا از بازار آمده شما را میخواهد. گاهی چون پرسشی شده و آن با گونه نادیده بوده، پاسخ را نیز با گونه نادیده آورند. آموزگاری از شاگرد میپرسد درست را نوشته ای؟ پاسخ میدهد نوشته‌ام. گاهی نیست خواست گوینده نه باز گفتن آن کار است، خواستش سخن دیگر است و به عنوان پیشرو مقدمه می آورد. بازرگانی به همبازش می گوید فرشی را خریده ایم بفروش. گاهی نیز زمان بسیاری در میانه گذشته 2 برادر با هم سخن می گویند. پدرمان 10 سال است مرده، باشد که جاهای دیگری نیز باشد. به هر حال در همه اینها نیز نادیدگی هست و گونه از معنیش بیرون نرفته. در آن نخست شنونده ندیده، در دوم پرسنده ندیده، در سوم چون خواست گفتگو از آن کار نیست تو گویی آن را به دیده نمیگیرند، در چهارم نیز همین نکته در کار است. گاهی نیز برای پیوستن 2 کار یکی را با این گونه آورند. از پشت سر رسیده گرفت، ولی ما این را از گونه نادیده نمی شماریم و بهتر می دانیم که از میان رود و به جای جمله بالایی از پشت سرش رسید و گرفت گفته شود. همچنین در مانندهای آن. 3. گذشته همیشگی. نوشتی. این را در جایی آورند که کسی همیشه می نوشته و یا زمان درازی به آن می پرداخته. فلان مرد با پدر من دوست می بود و بارها نامه نوشتی. 4. گذشته همان زمانی. می نوشت. این را در جایی آورند که کسی در همان هنگامی که سخن از آن می رود می نوشته. هنگامی که من رسیدم کاغذ می نوشت. در فارسی این 2 معنی را نیز به هم آمیختند و هر 2 را با می نوشت فهمانند. نوشتی به یک بار از میان رفته بود. آنچه ما از جستجو به دست آوردیم تا پیش از چیرگی مغول این 2 معنی را جدا می گرفتند و دلیل این سخن سفرنامه ناصر خسرو و تاریخ بیهقی و اسرار توحید و شاهنامه و گلستان سعدی و دیگر کتاب‌های آن زمان است. مثلا ناصر در یک جا می گوید هر روز در بصره به 3 جای بازار بودی. اول روز در یک جا داد و ستد کردندی که آن را
سوق الخزائع گفتندی و میانه روز به جایی که آن را سوق القداحین گفتندی و حال بازار چنان بود که آن کس را که چیزی بودی به صراف دادی و از صراف خط بستودی و هرچه خواستی بخریدی و بهای آن بر صراف حواله کردی و چندان که در آن شهر بودی بیرون از خط صراف چیزی ندادی. چون در اینجا خواستش همیشگی است، در همه جا بودی، گفتندی و مانند اینها می آورد. باز او در جای دیگری می گوید کودکان بر در گرمابه بازی می کردند، پنداشتند که ما دیوانگانیم، در پی ما افتادند و سنگ می انداختند و بانگ می کردند. ما به گوشه‌ای باز شدیم و به تعجب در کار دنیا می نگریستیم. چون در اینجا خواستش همان زمانی است، در همه جا می انداختند، می کردند و مانند اینها را می آورد. لیکن پس از زمان مغول در کتاب ها نیز این جدایی دیده نمی شود مگر در ناسخ التفاریخ و چنان که گفتیم همیشگی از میان رفته بوده. شگفت در آن که آقای عبدالعظیم گرکانی که برای دبستانها و دبیرستانها دستور فارسی نوشته، گذشته از آن که معنی گفتندی و کردندی و مانند اینها را که در کتابهای پیش از مغول دیده نفهمیده و آن را با میگفتند و میکردند به یک معنی پنداشته و هر دو را ماضی استمراری نامیده که این نام هم از هر باره غلط است، به یک لغزش دیگری دچار شده و چنین گفته که از گفتندی و کردندی همه 6 کس آورده نمی شده. جای بسیار شگفت است که کسانی زبان خود را ندانند، جای بسیار شگفت است که با آن ندانستند کتاب نیز نویسند. به هر حال گفته او بیپاست و از گونه همیشگی نیز همه 6 کس می آمده است و بایستی بیاید و هم اکنون می آید و من در پایین نمونه ای می نویسم. من نوشتمی، تو نوشتی، او نوشتی، ما نوشتیمی، شما نوشتیدی، ایشان نوشتیدندی. پایان این فایل در برگ 26. کتابخانه گویای آوای بوف تقدیم می کند. نام کتاب زبان پاک، نویسنده احمد کسروی، فایل 4 برگ 27. آوای بوف یک گروه مردم نهاد است که به دست شماری دوستدار کتاب و خواستار بالا بردن فرهنگ نسک و نسک خوانی و استواری خرد همگانی به وجود آمده است و تا کنون پخش هزاران کتاب سانسور و بازداشت شده به دست رژیم اسلامی را در کارنامه خود دارد. این کتابخانه اینترنتی وابستگی به هیچ سازمان و ارگانی ندارد و همه کارها از گویش، ویرایش و پخش به رایگان انجام می‌گیرد. از این رو خواهشمندیم برای همراهی با این جنبش ما را به دوستان و آشنایان خود بشناسانید. avayaboof.com 5. گذشته پیوسته. همی نوشت این گذشته همان زمانی است که با افزودن ها به سرش معنی پیوستگی یا پی در همی را نیز رساند. این را در جایی گویند که کسی در هنگامی که گفتگو از آن است کاری را پیوسته و یا پی در پی می کرده. شب را همی نالید، پیوسته می نالید. خدا را همی خواند، پیاپی می گفت خدایا. این سگونه بازپسین به هم نزدیک است و برای آنکه جداییشان شناخته گردد مثالهای پایین را می آورم. همیشگی، نامه نوشتی، در همه زندگانیش یا در یک زمانی به هنگام نیاز یا به هنگام دلخواه نامه نوشتی. همان زمانی، نامه می نوشت، در آن هنگام خامه به دست گرفته نامه می نوشت. پیوستگی، نامه همی نوشت،
در آن هنگام پیاپی نامه می نوشت. 6. گذشته آیندگی. خواستی رفت. این را در جایی گویند که به هنگام کاری یک کار دیگری در آینده نزدیک رو دادنی می بوده. در آن سال که خواستی مرد، من 1 ماه پیش از مرگش او را دیدم. ناصر خسرو می گوید آن روز که بامداد سلطان به فتح خلیج بیرون خواستی شد، 10,000 مرد به مزد گرفتند. چنان که دیده می شود نیمه نخست، این که از ریشه خواستن می آید، گونه همیشگی است و چون 6 کس این گونه ناشناخته است، ما با آنکه در پیش 1 بار 6 کس آن را آورده ایم، در اینجا باز هم می آوریم. خواستمی نوشت، خواستی ای نوشت، خواستی نوشت، خواستی می نوشت، خواستی دی نوشت، خواستندی نوشت. گذشته نوشته بود. این را هنگامی گویند که کاری پیش از یک کار گذشته دیگری رو داده باشد. من که رسیدم او رفته بود. سپس این را روشن‌تر خواهیم گردانید. این 7 گونه رده نخست است و از هر یکی یک معنی بیشتر خواسته نشود. 6 گونه دیگر نیز هست که هر یکی از به هم پیوستن 2 گونه از این گونه های 7 گانه پدید آید و از هر یکی 2 معنی یا بیشتر خواسته شود. این است ما آنها را رده دوم می نامیم و در پایین یکایک می شماریم. 8. گذشته همان زمانی نادیده. می نوشته این گذشته همان زمانی است که نشانه نادیدگی ها به آن افزوده شده و این است 2 معنی را می رساند. جدایی میانه این با همان زمانی همان دیدگی و نادیدگی است. گوینده اگر دیده خواهد گفت می نوشت، اگر ندیده خواهد گفت می نوشته. 9. گذشته پیوستگی نادیده. همین نوشته. این نیز همان پیوستگی است که نشانه نادیدگی افزوده شده و این است 2 معنی را می رساند. در اینجا نیز جدایی میانه پیوستگی نادیده با پیوستگی همان دیدگی و نادیدگی است. 10. گذشته نادیده. نوشته بود. این نیز همان گذشته است که نشان نادیدگی بر آن افزوده شده، اما جدایی میان 2 گونه گذشته در جایی است که یک کاری که پیش از کار دیگری رخ داده، گوینده در زمان کار دوم آن را دانسته و دیده که آن رخ داده، ولی گذشته نادیده در جایی است که گوینده آن را در آن زمان ندیده و ندانسته که چنان کاری رخ داده و سپس آگاهی یافته. اگر کسی دزدی به خانه‌اش آمده و او پس از رفتن دزد به خانه رسیده و آن را دانسته، چنین خواهد گفت: من چون رسیدم دزد آمده و آنچه می‌خواسته برده بود. ولی اگر به خانه رسیده و آن را ندانسته تا سپس آگاهی یافته، چنین خواهد گفت: من چون رسیدم دزد آمده و آنچه می‌خواسته برده بود و من فردا آگاه شدم. 11. گذشته همیشگی همان زمانی. می نوشتی این همیشگی است که نشانه همان زمانی می بر آن افزوده شده. این است هر 2 معنی را می رساند. دیروز فلان را دیدم نامه می نوشت و او نامه را بس شیوا می نوشتی. ناصر خسرو می گوید آن روز که سلطان به فتح خلیج خواستی شد، 1000 مرد به مزد گرفتند که هر یک از آن جنیبتان اسب یدک که ذکر کردیم یکی را به دست گرفته بودی و 100 می کشیدندی و در پیش بوق و دهل و سرنا می زدندی. 12. گذشته همیشگی پیوستگی. همی نوشتی این همیشگی است که نشانه پیوستگی به آن افزوده شده و این است هر 2 معنی خواسته می شود. شبها همی نالیدی و همی گریستی. 13. گذشته همیشگی. نوشته بودی
این نیز گذشته است که نشان همیشگی بر آن افسوده شده و این است هر دو معنی از آن خواسته می شود. هر روز که بیدار شدی آفتاب برخاسته بودی. در اسرار توحید می نویسد هر روز که نوبت مجلس شیخ بودی حمزه به گاه از جاه بیامدی، چنان که آن وقت که شیخ ما بیرون آمدی او به میهنه آمده بودی. پانوشت برگ 29. از جاه و میهنه روستاهایی نزدیک سرخس و ابیورد بودند به یاری فرهنگ ده خدا. ابیورد در ترکمنستان کنونی نهاده بوده. بازگشت به متن. این هاست گونه های گذشته که ما پیدا کرده و به سامان گردانیده به کار میبریم. چنان که گفتیم از این 13 گونه در فارسی تنها 5 گونه را می شناختند. گونه های 1، 2، 3، 7 و 10 و در دستور زبان فارسی که گرگانی برای دبستانها و دبیرستانها نوشته و از سالهاست که درس از روی آنهاست تنها 4 گونه را یاد کرده. گونه های 1، 2، 3 و 7 و به هر یکی نام غلطی گذارده است. در پایان فهرستی از آن گونه ها آورده و چون بیشتر این گونه ها در ترکیه آذربایجان هست و به کار می رود برای آنکه شناسندگان آن زبان این گونه های نو را در زبان پاک نیک فهمند، در برابر هر یکی ترکیش را هم می آوریم، مگر در آنجا که نیست. 1. گذشته ساده نوشت یازده. 2. گذشته نادیده نوشته یازمش گاهی یازوب. 3. گذشته همیشگی نوشتی یازارده. 4. گذشته همان زمانی می نوشت یازرده. 5. گذشته پیوستگی همی نوشت 6. گذشته آیندگی خواستی نوشت یازاجاختی. 7. گذشته نوشته بود یازمشتی. 8. گذشته همان زمانی نادیده می نوشته یازرمش. 9. گذشته پیوستگی نادیده همی نوشته 10. گذشته نادیده نوشته بود یازمشمش. 11. گذشته همیشگی همون زمانی می نوشتی 12. گذشته همیشگی پیوستگی همی نوشت 13. گذشته همیشگی نوشته بودی 2. اکنون. گونه های اکنون 3 است که آنها را نیز یکایک باز می نماییم. 1. اکنون همیشگی نویسد. این را در جایی گویند که کسی کاری را بسیار کند و یا آن را پیشه خود دارد، اگرچه به هنگام گفتگو به آن نمی پردازد. به عربستان بارانهای تند بارد ولی برف نبارد. گاهی نیز از آن آینده نزدیک را خواهند. فردا به خانه شما آیم. 2. اکنون همان زمانی می نویسد. این را به هنگامی آورند که کسی کاری را در همان زمان گفتگو می کند و آن را به پایان نرسانیده. هوا ابر است و باران می بارد. 3. اکنون پیوستگی همی نویسد. این را در جایی آورند که کسی کاری را در همان زمان پیاپی یا پیوسته می کند. همی نالد و نمی آرامد. ما این 3 گونه را نیز از خود زبان گرفته و به سامان گردانیده به کار انداخته ایم. در کتاب‌های پیش از زمان مغول گونه 3 کم است، ولی 2 گونه دیگر بسیار به کار می رود و هیچگاه این 2 به هم آمیخته نمی شود. این جمله ها از مرزنامه است. از دور مرد قصاب را دید به شکلی سمج و جامه شوخکن، کاردی در دست و پاره ریسمان بر میان. اندیشه کرد که این مرد سبب هلاک من است و به قصد خون ریختن من می آید. مرا قدم ثبات می باید فشردن و خاطر خود را با دست گرفتن تا خود چه پیش آید. چون خوف و خشیت بر دل غالب آید، دست و پای قدرت از کار فرو ماند. ببینید چگونه در یک سخن میانه 2 گونه جدایی می‌گذارد.
در این جمله ها می آید همان زمانی است. آید نخست همیشگی است که به معنی آینده نزدیک به کار رفته. آید دوم همیشگی است که در معنی بسیاری یا همیشگی آورده شده. فروماند نیز چنین است. در این هم در زبانی که می بود تنها می نویسد را می داشتند و آن را در هر دو از معنیهای همان زمانی و همیشگی به کار می بردند، در حالی که این دو معنی دور از هم می باشد. از اکنون پیوستگی هم به یک بار ناآگاه می بودند. برای این گونه ها نیز فهرستی همچنان می آوریم. 1. اکنون همزمانی می نویسد یازر. 2. اکنون همیشگی نویسد یازار. 3. اکنون پیوستگی همی نویسد 3. فرمایش. گونه های فرمایش نیز 3 تاست که یکایک در پایین باز می نماییم. 1. فرمایش ساده. بنویس. این همچون نامش ساده است و به سخن از آن نیازی نمی باشد. تنها این را باید گفت که با را که در آغاز این آورده می شود نشانه فرمایش است و باید آن را همیشه آورد، وگرنه در برخی جاها نافهمیدگی پیدا خواهد شد. مثلا ما میگوییم نویسم که کس یکم از اکنون همیشگی است. آنچه این دو را از هم جدا میگرداند همان با است که اگر نباشد این دو یکی گردیده در هم خواهد آمیخت. ماننده اینها نیز هست. در فارسی با را به سر فرمایش گاهی می آوردند و گاهی نمی آوردند و گاهی آن را به سر گذشته می آوردند. لیکن در زبان پاک با را در فرمایش باید آورد و در جای دیگر نباید آورد. 2. فرمایش همان زمانی. می بنویس. این را هنگامی می گویند که خواهند کاری که خواسته شده در همان زمان کرده شود. می بنشین و آنچه میگویم بنویس. 3. فرمایش پیوستگی. همی بنویس. این را در جایی آورند که خواهند کاری که خواسته شده پیاپی و یا پیوسته کرده شود. این نوشته را همی بخوان تا از برگردانی. گونه های دوم و سوم را که ناشناخته دیده می شود و در برخی کتاب های پیش از زمان مغول پیدا توان کرد و به هر حال ما چون برای توانایی زبان نیاز به اینها می داریم باید به کار بریم و شناخته گردانیم و پروای شناختن و ناشناختن گذشتگان را نداریم. 2. گونه های بایستن. چنان که گفتیم در فارسی گذشته از آن که در همه کارواژه ها نابسامانی رو نموده و گونه ها به هم خورده، در برخی ریشه ها نابسامانی های ویژه ای پیش آمده. یکی از آن ریشه ها بایستن می باشد. بایستن همچون دیگر ریشه هاست و از روی قاعده باید همه گونه ها و جدا شده ها از آن بیاید. لیکن در فارسی بیش از 3 واژه باید و می بایست و بایستی شناخته نمی بود و اینها نیز به غلط به کار می رفت. مثلا باید که اکنون همیشگی است آن را در همان زمانی نیز می آوردند. مثلا می گفتند حالا باید بروم. همچنین می گفتند همیشه باید گرفتار باشم. در دیگر ریشه ها همیشگی فراموش گردیده و همان زمانی مانده بود، ولی در این ریشه وارانه آن می بوده. در می بایست و بایستی نیز قاعده‌ای به دیده نگرفته جدایی در میانه آنها نمی شناختند. در زبان پاک ما این ریشه را نیز همچون دیگر ریشه ها شناخته و هرچه از گونه ها و جدا شده ها نیاز باشد از روی قاعده توانیم آورد و من اینک برخی از گونه های گذشته و اکنون را در پایین یاد کرده و به هر یکی مثلی می آورم. گذشته ساده. مهمانی رسید و او را بایست که به میزبانی برخیزد. گذشته نادیده. مهمانی رسیده و او را بایسته که به میزبانی برخیزد. گذشته همیشگی. مهمانها رسیدندی و او را بایستی که به میزبانی برخیزد.
گذشته همان زمانی. مهمانها می رسیدند و او را می بایست که به میزبانی برخیزد. گذشته مهمانی رسیده و او را بایسته بود که به میزبانی برخیزد. اکنون همیشگی مهمانها رسند و او را باید به میزبانی برخیزد. اکنون همان زمانی مهمانها می رسند و او را می باید به میزبانی برخیزد. در جاهای نیاز باینده و بایا و بایان نیز توان آورد. 2 گونه‌های داشتن. داشتن به معنی در دست گرفتن یک چیزی و اختیاردار آن شدن است. پانوشت 1 از این رو آزانیدن، مالک بودن، با داشتن یکی نیست، ولی امروز این دو را به یک معنی می‌گیرند. بازگشته به متن. در این ریشه هم نابسامانی‌های فزونتری رخ داده بود. از جمله معنی ریشه را دیگرگون گردانیده بود. داشتن همچون دیگر کارواژه هاست و در خود ریشه معنی همیشگی نیست و نباید بود. ما چون میگوییم داشتم، معنی راست آن در دست گرفتم و اختیاردارش شدم است. باغی خریدم و داشتم، همان ساعت فروختم. چنان که میگوییم خریدم، خواندم، دیدم، همچنان باید بگوییم داشتم. ولی در فارسی معنی همیشگی به ریشه داده بودند و این است چون گفتندی داشت، معنایش این بودی همیشه یا دیر زمانی در دست میگرفتی و اختیاردارش میبودی. از این رو در گذشته چنان که داشتی را همچون دیگر ریشه ها فراموش کرده بودند، میداشت را که بایستی به جای آن بیاورند نیز فراموش کرده و تنها داشت را میشناختند که چون معنی همیشگی به ریشه آن داده بودند، در معنی داشتی به کار می بردند. مثلا به جای آن که بگویند فلان مرد باغها داشتی و از آن سودها بردی، گفتندی باغها داشت و از آن سودها می برد. همچنین در اکنون دارم را از معنی خود بیرون برده در معنی می دارم آوردندی. مثلا به جای آن که بگویند 1000 ریال پول می دارم و می خواهم چیزی خرم، گفتندی 1000 ریال پول دارم و می خواهم چیزی بخرم. و اگر گاهی نیاز به معنی خود دارم همیشگی یا آینده نزدیک افتادی، آن را با داشته باشم که یک چیز ساخته است فهمانیدندی. مثلا در جای من باید کار کنم و پول دارم، گفتندی من باید کار کنم و پول داشته باشم. این است نمونه دیگری از نابسامانی‌های زبان پارسی. در زبان پاک ما این را نیز از روی قاعده و در معنی راست خود به کار میبریم. ریشه را از معنی همیشگی که به آن داده بودند بیرون آورده ایم. همیشگی باید از گونه ها فهمیده گردد، نه از خود ریشه. در پایین از این نیز برخی از گونه های گذشته و اکنون را می آورم. باغی خرید و داشت ولی نپسندید و همان روز فروخت. گذشته نادیده. باغی خریده و داشته ولی نپسندیده و همان روز فروخته. گذشته همان زمانی. باغی خریده و می داشت ولی خریدار پیدا شد و فروخت. گذشته همیشگی. باغها خریدی و داشتی و سودها از آن بردی. گذشته باغها خریده و داشته بود و آنگاه نیز می داشت. اکنون همان زمانی. باغها خریدم و می دارم و می خواهم بفروشم. اکنون همیشگی. با این پول باغی خرم و آن را دارم و فروشم. برگ 34 2-4 گونه های بودن. بودن به معنی هستی پیدا کردن و یا به یک چیزی گردیدن است. در اینجا نیز معنی همیشگی به ریشه داده شوند یک رشته نابسامانی های فزونتری گردیدند. با این همان کار را کردند که با داشتن کردند. به این معنی که در گذشته چنان که بودی را فراموش کرده بودند، می بود را هم فراموش کردند
و بود را از معنی راست خود به یک بار بیرون برده جز در معنی آن دو نمی آورند. در جایی که نیازمند به معنی خود بود، معنی گذشته ساده باشند، آن را با واژه شد که از ناچاری پدید آوردند باز نمایند. اینها در گذشته است، اما در اکنون چون گونه های آن را از ریشه جدای دیگری می باشد و باشد می آورند، نابسامانی در آنجا کمتر است. به هر حال ما این ریشه را نیز جز در معنی راست خود نشناخته و معنی همیشگی را از آن دور گردانیده ایم و گونه های آن را جز از روی سامان به کار نمی بریم و در پایان برخی گونه های گذشته را یاد می کنیم. گذشته ساده: او را پسری زاییده شد و دارای فرزند بود. گذشته نادیده: باغی خریده و دارنده آن بود ولی همان روز فروخته. گذشته همیشگی: جنگ ها کردی و او را فیروزی ها بودی. گذشته همان زمانی: جنگ می کرد و فیروز می بود. گذشته گذشته: جنگ کرده و فیروز بوده بود. گذشته آیندگی: در آن روز که جنگ خواستی بود من با وی بودم. برگ 36. گفتار سوم: معنی‌های نزدیکی که به هم آمیخته. چنان که گفتیم یکی از آک‌های فارسی این می بود که بسیاری بلکه بیشتری از معنی‌های نزدیک هم در هم آمیخته و از این راه نابسامانی و درماندگی بسیاری در زبان پدید آمده بود. این نیز یکی از آک‌های بزرگ فارسی به شمار می رفت. نتیجه این آک آن شده بود که بسیاری از معنی‌ها که نیاز به آنها هست واژه نمی داشت و بسیاری از معنی‌ها هر یک چند واژه می داشت. ما در این زمینه نیز به چاره‌جویی پرداخته بسیاری از آن معنی‌ها را به جای خود بازگردانیده ایم. بازمانده را نیز خواهیم گردانید. اینک در این گفتار یک رشته از آن گونه واژه‌ها را یاد کرده معنی‌های هر یکی را باز می‌نماییم. نوشتن، نگاشتن. در فارسی این دو را به یک معنی می‌آورند، ولی نگاشتن به معنی نقاشی کردن است، چنان که نگار هنوز به معنی نقش می‌آید و ما هم آن را جز در این معنی به کار نمی‌بریم. نامه‌ای نوشت، رویه دیوی نگاشت. آمرزیدن، بخشیدن. بخشیدن به معنی قسمت کردن است، ولی در فارسی آن را به معنی آمرزیدن شناخته، گاهی نیز به معنی دادن می‌آورند، ولی ما آن را جز در معنی راست خود به کار نمی‌بریم. با شما بدی کردم، مرا بیامرزید. به بیچیزان پولها بخشید. توانستن یا رستن. این دو را نیز در هم آمیخته بودند، در حالی که توانستن نیروی تنی برای یک کاری داشتن و یاراستن دلیری برای کاری پیدا کردن است. او کمزور است و نتواند این بار را بردارد. او ترساست و نیارد به کسی سخنی گوید. آراستن، پیراستن. این دو نیز در هم شده بود. آراستن چیزی را راست گردانیدن و خوبی‌هایی به آن افزودن است و پیراستن چیزی را پاک گردانیدن و آلودگی‌ها از آن دور گردانیدن است. سپاه رده آراست، عروس را آراستن، کشتزار را از گیاهای هرزه پیراست. توان گفت خانه را پیراست و آراست، ولی معنایش چنین باید بود: خانه را از خاک و خاشاک پاک گردانید و خوبی‌هایی از چیدن گل و نهادن آینه و مانند اینها به آن افزود. گفتن، فرمودن. فرمودن را در معنی گفتن به کار میبرند، در حالی که آن به معنی امر کردن است و ما جز در این معنی به کار نمیبریم. به او گفت بیا با هم به گردش رویم. به او فرمود برو در جای خود نشین. شایستن، سزیدن، زیبیدن. این سه را نیز در هم گردانیده بودند. شایستن کسی از روی فهم و خرد و نیکخویی و کاردانی در خورد
جایگاهی و یا کاری در خورد کسی بودن است. سزیدن پاداش یا کیفری یا کار دیگری از روی قانون و آیین به کسی ستوده بودن می باشد. زیبیدن در رخت و کلاه و این گونه چیزهای سترساست. مرد دانایی است و به پیشوایی شاینده است. زمین را هر که کاشته سزنده اوست که بارش بردارد. این رخت و کلاه به شما نزیبد. ستاندن، گرفتن را در بسیاری جاها به معنی ستاندن به کار می بردند، در جایی که معنی آن جداست. گرفتن آن است که چیزی را با زور به چنگ آورد و بدارد، ولی در ستاندن زور نباید بود. می گریخت، او را گرفتم. کتاب از او ستاندم. اگر بگوییم پول از او گرفتم، معنایش آن است که با زور از دستش درآورده ایم. و اگر بگوییم پول از او ستاندم، معنایش این است که خودش داده. پایان این فایل در برگ 37. کتابخانه گویای آوای بوف تقدیم می کند. نام کتاب زبان پاک. نویسنده احمد کسروی. فایل 5 برگ 37. avayaboof.com. جنگ، رزم، نبرد، پیکار، ستیز. این 5 واژه را نیز در هم آمیخته همه را در معنی جنگ به کار می بردند، در حالی که هر کدام به معنی دیگری می باشد. جنگ به همان معنی شناخته شده خودش است که 2 گروه یا 2 تن در برابر هم ایستند و با جنگچه‌ها به کشتن یکدیگر کوشند. رزم تاختن یک سو به دیگری است. حمله. نبرد دشمنی است که 2 دسته یا 2 تن با هم کنند و از راه‌های گوناگون به زیان همدیگر کوشند. پیکار معنی روشنی نمی داشت و ما آن را در معنی زد و خورد یا گفتگوی دشمنانه 2 تن با یکدیگر بی چنگال می آوریم. ستیز به معنی لجبازی می باشد و از معنی جنگ بسیار جداست. هم باید دانست که ما اینها را به رویه کارواژه انداخته جنگیدن، رزمیدن، نبردیدن، پیکاریدن، ستیزیدن می آوریم و جدا شده ها نیز از آنها می گیریم. ترسیدن، هراسیدن، بیم داشتن، این 3 را نیز به هم آمیخته بودند. ولی ترس به همان معنی شناخته خود می باشد. هراس، ترس سختی است که نشانه آن در چهره و اندامهای دیگر نمایان باشد. بیم، ترس از گمان زیان یا گزند است و از این رو آن را در برابر امید آورند. سگ را دید و ترسید، از آوای تفنگ هراسید و تنش به لرزه افتاد. بیم داشت که دزد به خانه‌اش بیاید. شنیدن، نیوشیدن جز در کتابها و شعرها نیست و به هر حال آن را با شنیدن به یک معنی می شمردند، ولی ما جدایی میان آنها می آوریم. شنیدن به معنی شناخته خود می باشد. نیوشیدن به معنی گوش دادن است. آواز مرا می شنوی؟ پند مرا بنیوش. شرم، آزرم از واژه‌هایی است که معنی خود را از دست داده بود و آن را جز در پی شرم و به معنی آن نمی آوردند، ولی آزرم آن است که کسی به نیکی و آراستگی خود دلبستگی نماید و در بند نام نیک باشد و ما هم در این معنی به کار بریم. یک نکته دیگر آن است که از شرم واژه شرمنده را آورده جدا شده دیگری نمی آوردند، لیکن در زبان پاک همه جدا شده ها را از آن توان آورد. چنان کاری کردی و نشرمیدی، مرد با آزرمی است و به کسی آزار نرساند. خواندن، سرودن.
سرودن معنی روشنی نمی داشت و گاهی نیز به معنی خواندن آورده می شد، ولی خواندن به همان معنی شناخته خود می باشد. خواندن کتاب، خواندن نامه. سرودن خواندن با آواز است. کتابی برداشت و خواند، برخاست و با آواز خوش شعرهایی سرود. پند، اندرز، این دو را به هم آمیخته جدایی در میانه نمی‌گذارند، ولی پند به همان معنی شناخته خودش است و از آن جدا شده ها توان آورد. اندرز آن جمله های پندآمیزی است که کسی بگوید تو پدر من و توانی به من پندید، اندرزهای تو را فراموش نخواهم کرد. گیتی، جهان، میانه این دو نیز جدایی گذارده نمی‌شد، ولی گیتی زمین و آفتاب و کره‌های دیگر است. بی زندگی و جهان همان است با زندگی و زندگان. هزارها گیتی می بود و نشانی از زندگانی در آن نمی بود. کار جهان با این راهی که پیش گرفته به کجا خواهد رسید؟ خیم و خوی. خیم کمتر آورده شدی و جدایی در میانه این دو گذارده نشدی. خیم آن چیزی است که آدمی از گوهر خود دارد، همچون خشم و آز و رشک و سرکشی و ستمگری و نیکخواهی و عمیق پژوهی و مانند اینها. خوی آن چیزهایی است که کسی سپس یاد گیرد و بپذیرد. خشم و آز و رشک از خیمهای آدمی است و در هر کسی هست. با او میزی است و خویهای بد او را گرفته است. نزد و پیش، این دو را نیز در هم می‌آمیختند. نزد نزدیکی کسی است، پیش جلوی اوست. به نزد من آمده بود و با هم می بودیم. در پیش او نشست و به سخن پرداخت. باک و پروا. برای این دو واژه معنی روشنی نشناخته در بکار بردن به هم می‌آمیختند. باک در یک کاری زیانهای گمانی آن را به دیده گرفتن است. پروا اندیشه کسی یا چیزی را داشتن و نیکی برای او خواستن می باشد. توجه، بیباکانه به هر کاری در آمدی، مردی نیک می بود و پروای درماندگان داشتی. ساخت، کرد، نمود، گردانید. این چهار واژه را نیز با هم در می آمیختند. اینها به هم نزدیک است ولی هر کدام معنی و جای جدایی می دارد. ساختن چیزی را که نمی بوده پدید آوردن است. خانه ای ساخت، اتومبیلی ساخت، خانه ای را ویران گردانید و باز ساخت. گردانیدن چیزی را از حالی به حالی انداختن است. باغ را ویران گردانید، دیوار را بلند گردانید. اگر بگوییم مسجد را کلیسا ساخت، معنایش آن است که مسجد را برانداخت و به جای آن کلیسایی بنیاد نهاد. و اگر بگوییم مسجد را کلیسا گردانید، معنایش آن است که مسجد را بی آنکه براندازد به حال کلیسا آورد. نمودن به معنی نشان دادن است. فروتنی نمود، چنین نمود که نمیفهمد. کردن به کاری برخاستن است. در اینجا چه می کنی؟ هرچه توانست کرد. اگر بگوییم با فلانی دوستی کرد، معنایش آن است که راستی را با او دوست بود. و اگر بگوییم با او دوستی نمود، معنایش آن است که دوستی نشان داد و راستی را دوست نبود. گروه، دسته. در میان این دو واژه نیز جدایی گذارده نشدی. گروه انده بسیاری از مردم است که گرد آمدند بی آنکه یک خواست همگانی را دنبال کنند. گروهی برای تماشا گرد آمده بودند. دسته انده بسیاری از مردم است که گرد آمدند و یک خواست همگانی را دنبال می کنند. دسته‌ای گرد آمده از دولت گله‌مند می بودند. ارجمند، گرامی. این دو نیز از هم جداست. ارجمند کسی است که خود دارای ارج باشد. گرامی آن است که یکی به او ارج گذارد. فلان دانشمند است و مرد ارجمند می باشد. پسرش را گرامی داشتی. اگر، هرگاه، این دو را نیز به هم در آمیختندی. اگر برای شرط است
و در جایی آورده شود که بودن و نبودن چیزی در آینده دانسته نیست و هرگاه در جایی آورده شود که بودن چیزی در آینده دانسته ولی هنگامش دانسته نیست. اگر مهمانی رسید در به رویش باز کنید. در این سفر بیش از چند روز نخواهم بود. هرگاه که بازگشتم پول تو را خواهم داد. گویا همانا. این دو نیز به هم نزدیک است و در فارسی همانا را از معنی خود بیرون برده بودند. گویا در جایی است که به بودن یک کاری گمان رود و گوینده از اندیشه خود به بودن آن گمان برد. چله فرا رسیده گویا در این 2-3 روزه برفهایی بیاید. همانا در جایی است که خود رفتار یا گفتار کسی یا خود رخ داده بودن کاری یا چیزی را برساند. سخنان پریشیده میگوید همانا که دیوانه شده است. چندان، چندین، این دو را نیز به هم زده بودند که چندان را به معنی بسیار و چندین را در جای چند آوردندی. این دو واژه برای اندازه و شمار است. چندان به معنی آن اندازه و چندین به معنی این اندازه است. آب چندان آمد که باغ سیراب شد. چندین پول را برای چه می‌خواهی؟ اگرچه هرچند هرچه. این سه نیز به هم نزدیک است و در آنها نیز نابسامانی ها رخ داده بود. اگرچه در پهلوی هرگچ می بود و در فارسی اگرچ شده و اکنون به غلط اگرچه می نویسند. چه در پهلوی به معنی هم می بوده و اگرچه به معنی اگر هم است که باید در همان معنی به کار رود. باید آن را در کارهای آینده که بودنش و نبودنش نادانسته است به کار برد. دستگیری از بینوایان دریغ ندار اگرچه خود دستنگ باشی. میهمان را بنواز اگرچه دشمن باشد. آوردن آن در کارهای گذشته، مثلا گفتن اگرچه شما با من بدی کردی من با شما نیکی میکنم، غلط است. در اینجاها باید با آنکه آورد. هرچند به معنی هر اندازه است. هرچند مینالی بنال سودی نخواهد داشت. آوردن آن در معنی با آنکه، مثلا گفتن هرچند با من بدی ها کرده ای من با تو نیکی میکنم، غلط است. هرچه به معنای هر چیز است. هرچه خواهی برایت خواهم فرستاد. آوردن آن در معنی بسیار، مثلا گفتن هرچه خواستم با من بیاید نیامد، غلط است. آنگاه گذشته از آن. آنگاه به معنی آن هنگام است ولی آن را از معنی خود بیرون برده به جای گذشته از آن به کار بردندی. ولی باید جز در معنی راست خود به کار نرود. شما پول به دست آور آنگاه توانی خانه‌ای خرید. میخواستم سفری کنم، اتومبیل پیدا نشد. گذشته از آن هوا هم سرد می بود. از این رشته واژه‌های بسیاری هست که باید کم کم به سامان گردد و معنی هر یکی روشن گردد و هر کدام جز در معنی خود به کار نرود. در زبان پاک این قاعده است: هر واژه‌ای برای یک معنی و هر معنایی برای یک واژه. اینکه کسانی فزونی واژه‌ها و بودن چند واژه‌ای را به یک معنی از نیکی زبان پنداشته اند راست نیست. آن کسان زبان را برای سخنبازی می‌خواسته اند ولی زبان برای فهمانیدن معنی و پیش بردن کارهای زندگانی است. برگ 42 گفتار 4 پسوندها و پیشوندها. زبان پارسی با حال کنونی گذشته از آگها و آلودگی‌هایش خود تنگ هم هست، زیرا بسیاری از معنی‌هایی که نیازمندیم نامی ندارد. این است میباید به پهناوری آن بکوشیم. پهناوری این زبان نیز از 2 راه تواند بود: 1 به هم بستن 2 کلمه یا بیشتر و معنی‌های نوینی پدید آوردن. 2 به کار بردن پسوندها و پیشوندها که از آنها نیز معنی‌های نوینی پدید آید.
اما به هم بستن کلمه ها از این راه هزار معنی پدید توان آورد. مثلا پیشرفت، پسرفت، نیکندیش، نیکخواه، بداندیش، بدخواه، راهنما، راهشناس، شاهراه، شاهکار، شهرنشین، دهنشین، راهنشین، میهندوست و بسیاری مانند اینها. چنان که پیداست از اینها کارواژه ها هم توان بست. مثلا توان گفت ما در این چند سال پیش رفته ایم. اکنون میگویم پیشرفت کرده ایم، ولی غلط است. اما پیشوندها و پسوندها در فارسی بسیار است و در زبان بیماری که می بود نیز به کار می رفت، ولی چند کمی یا نابسامانی در آن می بود. 1. بیشتر آنها بلکه همه ناروان می بود و در همه جا نمی آمد. مثلا گفته می شد سودمند، لیکن گفته نمی شد زیانمند. پانوشت برگ 43. این مثال و مانندهای آن در زمان نوشته شدن این کتاب راست بوده. چیزی که هست در این دهه‌ها که از پیدایش زبان پاک می‌گذرد، بسیاری از نویسندگان، سخنرانان و دانشوران از برخی از قاعده‌های آن پیروی کرده و خواه ناخواه به رواج آن افزودند، ولی زیانمند با آنکه هنوز عادی نشده، ولی گوشها نیز از شنیدن آن رمان نمی باشد. بازگشت به متن. برخی از آنها جز در چند کلمه نمی آمد. اک که یکی از آنهاست جز در 2 کلمه خوراک و پوشاک آورده نمی شد. 2. بسیاری از آنها به معنیهای گوناگون می آمد، همچون ناک که هم گفته می شد خشمناک، فلان مرد خشمناک شد، و هم گفته می شد دردناک، فلان داستان دردناک است. برخی از آنها هیچ معنای روشنی نمی داشت، چنان که درباره در و فرا خواهیم دید. ما برای آنکه از اینها نیک بهره‌مند باشیم می بایست این کمیها را دور گردانیم که هر کسی بفهمد و بتواند در جایش به کار برد و هر یکی از آنها را جز به یک معنی نگرفته دیگر معنیها را برکنار گردانیم و هر یکی را در هر کجا که جایش می باشد آورده روانش سازیم. این است. ما در اینجا از یکایک آنها گفتگو می کنیم و چون پسوندها بیشتر می باشد نخست از آنها به سخن می پردازیم. برگ 44. 4.1 پسوندها. 1. آچ. این پسوند برای پدید آوردن نام افزار یک کاری می باشد. مثلا شکناچ، افزار شکستن. ما در زبان به چنین پسوندی نیاز بسیار می داشتیم و ما آن را گزارده و در زبان پاک روان گردانیده ایم. ولی باید دانست خواست ما نه آن است که کلمه هایی که با این پسوند پدید می آید نام یک افزار ویژه‌ای باشد. مثلا شکناج نام چکوچ یا تبر یا افزار دیگری مانند آنها گردد، بلکه خواست ما این است که شکناج در همان معنی همگانی یه افزار شکستن بماند و در همان معنی به کار رود، همچنین در مانندهای آن. از این پسوند در همه جا سود توان جست و واژه‌های بسیاری توان ساخت، همچون نویساج، جنگاج، پراج، پزاج، پالاج، کوباج و مانند اینها. 2. آد. این پسوند با هم بودن چند کسی را برای کاری فهماند. مثلا نویساد، کسانی را گوییم که با هم شده‌اند تا روزنامه یا کتابی نویسند. به این پسوند نیز نیاز می بود و ما گزارده ایم. این پسوند هم جز برای معنی همگانی نیست. از این هم واژه‌های بسیاری توان ساخت، همچون سکالاد، جنگاد، زناد، نوازاد، سازاد، فراد و مانند اینها. با این گونه واژه هاست که میتوان واژه های کمیسیون و کمیته و کنفرانس و مانند آنها را ترجمه کرد. کمیسیون در ایران به معنی کسانی که برای گفتگو کردن و گزیریدن گرد آمده اند می باشد و میتوان به جای آن گزیراد گفت.
کمیته کسانی اند که گزیری هایی را به کار بندند و می توان آن را کرات نامید. کنفرانس کسانی اند که برای سکالش گرد آمده اند و می توان آن را سکالات خواند. جمعیت یا حزب که امروز گفته می شود در فارسی نامی نمی داشت. دسته به این معنی نزدیک است ولی باز جدایی در میان می باشد. جمعیت یا حزب کسانی را می گویند که اندیشه هایی را دنبال می کنند و در راه پیشرفت با یکدیگر پیمان بسته‌اند و دست به هم داده‌اند. در دسته این معنی نیست. این است ما واژه نوینی با همین پسوند پدید آورده ایم، بدین سان که چون در فارسی برای اجتماع نیز واژه نمی بود، نخست برای آن با همیدن و فراهمیدن را روان گردانیدیم. با همیدن در جایی است که یکی بودن اندیشه ها و همدستی و همپیمانی خواسته می شود و فراهمیدن در جایی است که خواسته در یک جا گرد آمدن و فراهم بودن باشد. ما از این دو ریشه واژه‌های باهمات و فراهمات را گرفته ایم که آن یکی درست به معنی جمعیت و حزب می باشد. 3. آر این پسوند بسیاری یک کار را رساند، همچون کشتار که به معنی کشتن بسیار است، به همان معنی است دیدار، رفتار، گفتار، جستار و مانند اینها. این پسوند در فارسی نابسامان می بود، زیرا از یک سو آن را در همه جا نیاوردندی و از یک سو در کلمه های خریدار و گرفتار و مانند آنها از معنی خودش بیرون بردندی. ما این را نیز به سامان نهاده ایم که در همه جا توانیم آورد و پریستار و نویستار و مانند اینها نیز توانیم گفت. پانوشت برگ 45. اینجا این پرسش پیش می آید: چرا پرسیدار و نویسیدار نوشته نشده؟ در گفتار 5 نیز جوییتار نوشته شده. همانا این شوندی از زبانشناسی داشته. از کسانی که زبانشناسی می دانند خواهشمندیم در این زمینه ما را یاری کنند. بازگشته به متن. از آن سوی باید خریدار و گرفتار نیز جز به معنی راست خود خریدن بسیار و گرفتن بسیار نیاوریم. 4. آک این پسوند معنی آنچه کنند را رساند، همچون خوراک که معنی آنچه خورند است. خوراک گیلانیان برنج است. جو خوراک آدمی نیست. این پسوند در فارسی روان نمی بود و از آن تنها 2 واژه خوراک و پوشاک آورده شدی، ولی ما آن را روان گردانیده ایم و هر گونه واژه‌ای که نیاز باشد توان آورد، همچون آموزاک، داراک، گستراک، خاناک، نویساک. سوزاک که در زبانها نام یک بیماری است غلط است و باید آن را سوزاناک گردانید. پانوشت برگ 46. سوزاک که از روی قاعده می باید نام همگانی باشد نمی تواند نام یک بیماری باشد که شوند دیگر غلط بودنش آن است که سوز از سوختن سوزیدن است که ما کارواژه نامگذاریش گرفته ایم و گذرای آن سوزانیدن می باشد و چون گفته ایم که پسوند آک به معنی آنچه کنند را رساند، این با سوزانیدن سازگار است نه با سوختن. بازگشته به متن. و باید آن را سوزناک گردانید و در معنی آنچه سوزانند به کار برد. پانوشت 2. سوزاناک بسیار چیزها را در بر تواند گرفت، همچون بنزین، الکل، نفت و هیزم و مانند آنها. بازگشته به متن. چاپ در فارسی به کار می رفت ولی از آن کارواژه و دیگر جدا شده ها نیاوردندی. از آن سوی چاپیدن را در معنی تاراج به کار بردندی، ولی چاپیدن به این معنی از ترکی برداشته شده و از خود زبان پارسی نیست و نیازی به آن نمی بود. این است باید آن را فراموش کرد و چاپیدن را به همان معنای چاپ کردن روان گردانید و از آن جدا شده ها آورد. از جمله باید چاپاک آورد که چاپاک ها به معنی مطبوعات خواهند بود.
5 بار. این پسوند معنی آنچه در کنار چیزی نهاده را فهماند، همچون رودبار که به معنی زمین‌های کنار رود می باشد. این گونه است ارسبار، زنگبار، جویبار و مانند اینها. ارسبار نام بخشی از زمین‌های آذربایجان است که در کنار رود ارس افتاده. زنگبار جزیره است که در کنار آفریقا یا کشور زنگ نهاده. جویبار هر زمینی است که در کنار جوی باشد. اینکه آن را به معنی خود جوی می‌آورند غلط است. 6 بان. این پسوند معنی نگه دارنده و پروا کننده را می‌رساند، همچون باغبان که معنی نگه دارنده باغ و پروا کننده آن می باشد. این پسوند روانتر از دیگرها می بود و ما باید هرچه روانتر گردانیم و هر گونه کلمه بیاوریم، همچون دهبان، شهربان، گنجبان، راهبان، مرزبان، سامانبان، بازاربان، کوچه‌بان و مانند آن. 7 دان. این پسوند معنی ظرف را میرساند و این نیز روانتر می بوده و می باید روانترش گردانیم. گلدان، نمکدان، چایدان و مانند اینها می بود و ما باید آتشدان به جای منقل و کاغذدان به جای جاکاغذی و مانند اینها را بیاوریم. 8 دیس. این پسوند ماننده یک چیزی که برای نشان دادن ساخته شود را فهماند، همچون تندیس که به معنی مجسم است و ما توانیم کلمه های اسب دیست، شتر دیست، فیل دیست، گل دیست، درخت دیست و مانند اینها را نیز بیاوریم. 9 سار. این پسوند به معنی جایی که یک چیزی در آن فراوان می باشد است، همچون رودسار که به معنی جایی است که رود در آن فراوان است می آید. از این گونه است که کوهزار، چشمه‌سار، شاخسار که از پیش می آمد نیز توانیم گفت. درختسار، چاهسار، دره‌سار، نیسار و مانند اینها. به جای کلمه های گلزار، لاله‌زار، شوره‌زار، کشتزار و مانند اینها نیز گلسار، لاله‌سار، شوره‌سار باید گفت، زیرا زار و سار یک پسوند است و ما اکنون باید یکی را بگیریم و آن دیگری را از میان برداریم. کلمه سنگسار را که به معنی سنگ باران کردن کسی میآورند غلط است و باید آن را در معنی درست خود، جایی که سنگ بسیار دارد، به کار برد. همچنین کلمه های شرمسار و سبکسار و نگونسار غلط است و باید به جای آنها شرمنده و سبکسر و نگونسر آورده شود. نیز ستان را که همچون پسوند به کار برده چمنستان، گلستان، باغستان میآورند غلط می باشد و می باید به جای آن سار را آورد. ستان به معنی یک بخشی از کشور دارای چند شهر بزرگ می باشد و خود نامواژه است، نه پسوند. به هر حال باید آن را در معنی نامی به کار برد. 10 گان. این پسوند به معنی بستگی نسبت با یک چیزی را میرساند، همچون دهگان که به معنی دهنشین است ولی در آن روان نمی باشد و ما باید روانش گردانیم و بستگی را تنها با این برسانیم یا را از معنی بستگی بیرون بریم. مثلا بگوییم شهرگان، بهارگان، اروپاگان، آفریکاگان، تبریزگان، تهرانگان، زیرا یا به معنای دیگری نیز می آید و باید به این معنی تنها کلمه گان به کار رود. پانوشته برگ 48. این دستور دشواری در هم آمیخته شدن یای بستگی نسبت و یای ناشناختگی نکره را از میان بر می دارد. در آن حال شهری دیگر یک معنی بیشتر ندارد و آن یک شهر از میان دیگر شهرها می باشد. پایان این فایل در برگ 48. کتابخانه گویای آوای بوف تقدیم می کند. نام کتاب زبان پاک. نویسنده احمد کسروی. فایل 6
audiobooks.com. 11. گاه این پسوند جای رو دادن یک کاری را فهماند. مثلا پناهگاه، جایی که کسی در آن پناهد. از این گونه است گریزگاه، آسایشگاه، گذرگاه، خوابگاه، نهانگاه، پرستشگاه، کشتنگاه و مانند اینها که در فارسی می آید. ولی چنان که دیده می شود در آنها نابسامانی پیداست. زیرا در برخی پسوند را به خود ریشه پیوندانیده و در برخی شین و در برخی تا و نون افزودند. این ناسزاست. اگر از شین چشم پوشیم و در برخی جاها از دانشگاه و مانندهایش آوردن آن را ناسزا نشماریم، آوردن تا و نون هر آینه ناسزاست و میباید به جای کشتنگاه مثلا کشگاه گفت. از آن سوی این پسوند را در زمان نیز به کار میبرند، همچون صبحگاه، شامگاه و مانند این. گاه خود در زبان به معنی زمان می باشد. گاهی می آمد، ولی این خود نابسامانی دیگری است و می باید آن را جز در این معنی پسوندی به کار نبرد و برای زمان کلمه هنگام را رواج داد. به جای گاهی می آمد باید گفت برخی هنگام می آمد. 12. کده. این کلمه نخست به معنی خانه بوده، ولی اکنون در حال پسوندی به کار می رود و معنی آن خانه‌ای که برای یک کاری یا یک چیزی بسازند می باشد. مثلا آتشکده، بتکده و ما می توانیم دینکده و مانند اینها نیز بگوییم. 13. گری. این پسوند پذیرفتن چیزی و هوادار آن بودن را رساند، همچون صوفیگری به معنی صوفی بودن و هوای آن داشتن می باشد. همچنان است بهائیگری، شیعیگری، مسیحیگری، زردشتیگری و مانند آنها. اروپاگری که می گوییم زندگانی اروپا را پذیرفتن و دل به آن بستن و هوایش داشتن است. پانوشت برگ 1. این که نویسنده در برخی جاها اروپاییگری نیز به کار برده نادرست نبوده، زیرا در این نیز هوای زندگانی و رفتارهای اروپایی داشتن را بدیده داشته است. بازگشت به متن. این پسوند داستانی می دارد که باید بنویسیم. در فارسی واژه‌هایی است همچون دروگر، آهنگر، مسگر، ستمگر و بسیاری مانند اینها. در آن زبان گر به رویه پسوندی به کار می رفت و معنای آن به کاری پرداختن و آن را پیشه خود گرفتن می بود. ولی راستی آن است که گر همان کر است که گونه دوم از نامهای کننده از ریشه کردن می باشد. چنان که گفته ایم نامهای کننده به 3 گونه آید. مثلا از رفتن رونده، روا، روان آید. از کردن نیز که گفته ایم از کارواژه‌های 2 ریشه‌ای است و نیز گفته ایم که باید ریشه یکم آن را گرفت، کرنده، کرا، کران می آید. این هم قاعده است که چون گونه دوم از نام کننده به واژه دیگری پیوست، الف از آخرش افتد. مثلا گفته شود نیکخواه آدمکش بدآموز به جای نیکخواها آدمکشا بدآموزا. پس مسگر، آهنگر و مانندهای آنها درستش مسکر، آهنگر با کاف عربی و کر نیز پسوند نمی باشد. از این رو ما آن را در میان پسوندها نشمرده ایم. ولی گری که از همان گر گرفته شده چون به یک معنی دیگری می آید که ما به آن نیازمندیم، از این رو پسوند جداگانه‌اش گرفته و در اینجا یادش کرده ایم. 14. گین. این پسوند به معنی پدید آورنده یک حال می باشد. مثلا بیمگین، آنچه بیم پدید آورد. این پسوند در معنی دارنده یک حال به کار می رفت، ولی ما چون به آن معنی ناک را برگزیده ایم، گین را در این معنی به کار می بریم. این است می توان اندوهگین و دردگین آورد، ولی به معنی درد آورنده و اندوه آورنده. مثلا می توان گفت این داستان اندوهگین است یا فلان شکنجه
دردگین می باشد و نمی توان گفت فلان مرد اندوهگین است یا دلش دردگین می باشد و در این معنی باید گفت اندوهناک و دردناک. این پسوند را هم باید روانتر گردانید و کلمه های خشمگین، زهرگین، ننگین و مانند اینها را نیز رواج داد. 15. لاخ. این پسوند به معنی جایی که یک چیزی بسیار پیدا شود. مثلا دزدلاخ، جایی که دزد بسیار یافت شود. چنین شیرلاخ، پلنگلاخ، آهولاخ و مانند اینها را باید به کار برد. سنگلاخ که اکنون به کار میبرند غلط است. باید به جای آن سنگسار گفت. 16. مند. این پسوند معنی دارنده یک چیز را میفهماند. مثلا خردمند، کسی که خرد می‌دارد. این نیز در زبان به کار می‌رود و روان است، ولی باید روانترش گردانید و در همه جا به کار برد. مثلا سودمند گفته می‌شود، زیانمند هم باید گفت. نیرومند می‌گوییم، زورمند هم بگوییم. در پهلوی گاهی پیش از این پسوند واو می افزودند و همان در واژه‌های تنومند و برومند تا کنون باز مانده، ولی ما توانیم آن را نیاوریم و برومند را برومند گوییم و تنومند چون غلط است، زیرا هر کس دارای تن نیست. باید آن را فراموش گردانیم و در آن معنی که خواسته می شود واژه‌های فربه یا سترگ را آوریم. 17. ناک. این پسوند معنی دارنده یک حال را رساند و بیشتر در صحش ها آید، همچون خشمناک که به معنی دارنده خشم است. همچنان است اندوهناک، بیمناک، اندیشناک، دردناک، ترسناک، تابناک و مانند اینها. جدایی میان این با مند آن است که مند در چیزهای پایدار است، همچون خردمند، دانشمند، ارجمند و مانند اینها، ولی ناک در چیزهای ناپایدار می باشد، همچون خشمناک، ترسناک، بیمناک و مانند اینها. این پسوند در فارسی روان می بود، ولی آن را نابسامان می آوردند، زیرا گاهی به معنی دارنده یک حال و گاهی به معنی پدید آورنده یک حال می گرفتند. مثلا چنان که می گفتند فلان بیمناک است، همچنان می گفتند این کار بیمناک است. از آن سو جدایی میانه این پسوند با گین نگذارده هر دو را به یک معنی می آوردند، ولی ما این دو را جدا گردانیده هر یکی را جز در یک معنی به سامان دیگری به کار نمی بریم. 18. این پسوند معنی پدید آمده از یک چیزی را فهماند، همچون نان جوین که به معنی نانی که از جو پخته شده می باشد. به این معنی است چوبین، آهنین، پولادین، زرین، سیمین، بلورین، مسین، پشمین و بسیاری مانند اینها. این پسوند نابسامانی هایی می داشت، زیرا از یک سو در همه جا آورده نمی شد و مثلا گفته نمی شد گندمین، برنجین، سربین، گیاهین، خاکین و مانند اینها، در حالی که باید گفته شود و در همه جا روان باشد. از یک سو نیز گاهی به معنیهای دیگری آورده شدی، مثلا گفته شدی خونین، چرکین، ننگین، رنگین و مانندهای اینها که معنیهای خونالود، چرکالود، ننگاور، رنگ زده شده خواسته شدی، ولی در زبان پاک باید آن را جز در معنی خود به کار نبرد و این واژه‌های غلط را فراموش گردانید. باید خونین آن را گفت که از خون پدید آمده باشد. سنگین که به معنی گران، آخشیچه، سبک شناخته گردیده غلط است. باید در آن معنی گران را آورد و سنگین را جز به معنی ساخته شده از سنگ نیاورد. شیرین که به معنی آخشیچه، تلخ شناخته شده نیز غلط است. شیرین پدید آمده از شیر است و ما به داشتن آن نیز بسیار نیاز می داریم. این است در زبان پاک به معنی آخشیچه تلخ واژه شلپ را گذارده ایم. شیرین را جز در معنی راست خود که خوراک‌های ساخته شده از شیر باشد نباید آورد. این هاست پسوندهایی که ما به سامان گردانیده ایم و در زبان پاک به کار میبریم. پیشوند آگ یا گاو که به معنی‌های گوناگون به کار می‌رود، همچون مردک، پسرک، شهرک،
عقربک، پشمک و مانند اینها و همچون پسفند آه یا ها که همان کاف می بوده و ها گردیده و با فراوانی آورده می شود، همچون چشمه، دهانه، استره، گریه، ناله، تره، سبزه و مانند اینها. چون تا کنون اینها را به سامان نگردانیده ایم، در اینجا سخن نمی رانیم. در این باره به کتاب کافنامه نگاه کنید. همچنین است پسفند وار که گاهی آورده می شود همچون دیوانه‌وار، مردوار، شاهوار، گوشوار و مانند اینها. همچنین است پسفند ور، گویا سبک شده از وار است ولی جداگانه به کار می رود، همچون دانشور، تاجور و مانند اینها. اینها نیز به سامانی آورده نشده‌اند. برگه 52 4 پیشوندها. 1 باز. این پیشوند دو معنی نزدیک به هم را فهماند. یکی آنکه کاری در پی کار دیگری بوده، همچون داد و باز گرفت، رفت و باز آمد. دیگری اینکه کاری پیاپی بوده و دامنه پیدا کرده، همچون از کار باز ایستاد و دیگر پی آن کار نرفت. از این گونه است: باز جست، باز خواست، باز پرسید، باز نشست و مانند اینها. اینکه بازجو و بازپرس و بازنشین را به معنی مفتش و مستنطق و متقاعد آوردند راست است و جای ایرادی نیست. لیکن سپس بازنشین را بازنشسته گفتند. بدین سان همان ایرادی که به خوابیده و مانندهای آن در بخش 1:6 گفتگو شده در این نیز هست. باز گفتن را که به معنی نقل کردن می‌آوریم از معنی یکم و خود از آن روست که کار یک بار رخ داده و یک بار هم به زبان آورده می شود. باز نمودن که به معنی تفسیر یا روشنگردانیدن سخنی یا داستانی آورده می شود از معنی دوم و از این روست که سخن یا داستان نشان داده می شود و آن همچنان روشن است. باز کردن که به معنی گشادن به کار می رود غلط است. واژه باز در معنی گشاده چون مایه نافهمیدگی تواند بود و نیازی در زبان به آن نیست باید فراموش گردد. 2 بر. این پیشوند توأم بودن کار را با بلند شدن رساند، همچون برنشست، برخاست، برآمد، برگرفت، برافتاد، برداشت و بسیار مانند اینها. برنشست در جایی گفته شود که نشستن با بلند شدن توأم باشد. خوابیده بود، بیدار شد و برنشست. همچنین مانندهای این. دیگران در بند این معنی نبوده بر را در هر کجا که می‌خواستند می‌آوردند، ولی در زبان پاک ما جز در این معنی به کار نمی‌بریم. در فارسی میانی بازگشتن و برگشتن جدایی نمی‌گذاردند، ولی ما جدایی میان آنها گذارده هر یکی را جز در معنی خود به کار نمی‌بریم. به بازار رفت و بازگشت، اتومبیل برگشت. 3 پاد. این پیشوند معنی برابر یک چیز یا پاسخده آن را رساند، همچون پادآواز، پادکار، پادرزم، پادزهر و مانند اینها. پادآواز آوازی است که در برابر آوازی از کوه یا از جای دیگر برخیزد. انعکاس. پادکار همکاری است که در برابر کاری و به پاسخدهی آن کرده شود. عکس العمل. رزم به معنی حمله است و پادرزم به حمله‌ای گفته می شود که در برابر حمله دیگر باشد. پادزهر دارویی است که در برابر زهر برای پاسخدهی به آن داده شود. این پیشوند چون به نام واژه پیوندد همان کار پیشوند آنتی را در زبانهای اروپایی می کند. این پیشوند در زمانهای باستان در فارسی روان می بوده، زیرا پاسخ که گفته می شود نخست پاد سخن می بوده. سخنی که در برابر سخن دیگری باشد. پاداش نخست پاد دهش می بوده، دادنی که در برابر کاری باشد. پادزهر نیست از آن زمانها بازمانده، ولی سپس پیشوند از کار افتاده بود تا ما به کارش انداختیم. در زبان پاک این را در هر کجا توان به کار برد. ما در بالا از نام واژه ها مثل آورده ایم، ولی می توان آن را در کار واژه ها نیز آورد و مثلا گفت پاد رزمید، پاد گفت، پاد نوشت و مانند اینها. در واژه پادشاه
ما معنایی برای پاد نمی شناسیم. برخی می نویسند به معنی جانشین است و پادشاه نخست به ولیعهد گفته می شده. ولی این معنی اگر هم در پادشاه راست باشد، در جاهای دیگر راست نیست و چون امروز جدایی میان شاه و پادشاه گزارده نمی شود، ما باید تنها آن یکی را به کار بریم و این یکی را فراموش گردانیم. 4. دوژ. این پیشوند بدی را که با درشتی تو انباشت رساند، همچون دژخیم، دژآگاه، دژروش، دژکرش و مانند اینها. دژخوی کسی را گوییم که خویش بد و بی‌فرهنگانه باشد. همچنان است دژخیم، دژآگاه را به معنی وحشی به کار میبریم و خاصمان کسی است که آگاهی‌هایش ناراست و خود فرهنگ نادیده باشد. این هم یکی از پیشوندهای بسیار باستان است و نخست دژ گفته می شده. این است نامهای دشنام، دشمن، دشوار از زمانهای باستان در زبان به کار رفته. دشنام معنیش روشن است. دشمن به معنی دژ اندیش می بوده و برابر آن واژه بهمن می باشد که به معنی نیک اندیش داشته. مینستن در پهلوی به معنی اندیشیدن می بوده. دشوار نخست دشخوار بوده که به معنی ناسان است. از اینجا پیداست که پیشوند را به یک معنی به کار نمی برده‌اند. سپس این پیشوند از کار افتاده بود و در فارسی معنای آن را ندانسته به کار نمی بردند، ولی ما به سامانش گردانیده در زبان پاک به کار می بریم. 5. فرا. این پیشوند توأم بودن کار را با پیوستن رساند، همچون فرا رسید، فرا نشست، فرا آمد، فرا گرفت و مانند اینها. فرا رسید معنایش آن است که رسید و به آن پیوست. آب به دیوار خانه فرا رسید. همچنین است کارواژه‌های دیگر. فرا همیدن که ما به معنی اجتماع می آوریم از همین جاست. این پیشوند در فارسی به کار می رفت بی آنکه معنیش را بدانند و در جایش آورند. فرهنگستان فرا خواندن را به معنی پس خواندن گذارده است، ولی در زبان پاک نابسامان است و جز در معنی خود به کار نرود. 6. فرو. این پیشوند به آخشیج بر است و توأم بودن کاری را با پایین افتادن رساند، همچون فرو نشست، فرو آمد، فرو رفت، فرو افتاد و مانند اینها. فرو نشست در جایی گفته شود که کسی از بالا به پایین نشیند. چرا ایستاده ای؟ فرو نشین. همچنین است در جاهای دیگر. نا. این پیشوند در ضابها معنی آخشیج را رساند، همچون ناخواهان، نابینا، ناسزا، ناروا و مانند اینها. 8. هم. این پیشوند معنی همبازی در کاری یا در چیزی را رساند، همچون همنشین، هم سخن، هم کار، هم درد، هم زبان و مانند اینها. این پیشوند در فارسی روان می بود، ولی ما در زبان پاک روانترش گردانیده ایم و در همه جا کاری که نیاز هست توانیم آورد، همچون همگوی، همخواه، همدل، هم کشور، هم ارج، هم جای و مانند اینها. اینها پیشوندهایی است که ما به سامان گردانیده ایم و به کار میبریم. واژه با که گاهی به سر نام واژه آید، همچون با خرد، با هوش، با شرم و مانند اینها، و کسانی آن را پیشوند میپندارند. ما آن را بند واژه، حرف شناخته و در اینجا یادش نکرده ایم، گذشته از آنکه در زبان پاک جز نیاز کمی به آن نمی‌داریم، زیرا به جای با خرد، با هوش، با شرم، خردمند، هوشمند و شرمنده یا شرما میگوییم. پیشوند در فارسی که در یک رشته واژه‌هایی میآید ولی معنی روشنی از بسیاری از آنها فهمیده نیست و هر کجا گمان معنی دیگری میرود، مثلا از دستم در رفت، به خانه در آمد، جنگ در گرفت، با او در افتاد و مانند اینها. چون ما نیز تاکنون نتوانستیم برای آن معنی روشنی داده به سامانش گردانیم، در اینجا به یادش نپرداخته ایم. برگ 56. گفتار پنجم، واژه‌های نوینی که به کار میبریم. چنان که در گفتار یکم گفته ایم، از آکهای فارسی در آمیختگی آن با واژه‌های بیگانه به ویژه با واژه‌های عربی می بود.
و ما تا توانسته ایم آنها را از زبان دور رانده به جایشان واژه‌های پارسی روا گردانیده ایم. در برخی جاها نیز واژه‌هایی از خود گذارده ایم. در برخی جاها نیز واژه‌هایی را که می بود به رویه راستی انداخته و یا در معنی راستری روا گردانیده ایم. بسیاری از آن واژه‌های فارسی شناخته شده می بوده که هر کسی معنی آنها را می داند. برخی دیگر شناخته نمی بوده که در اینجا آنها را در فهرستی می نویسیم. آخشیج، زد، نقیض. این واژه را به معنی عنصر نیز نوشته اند، ولی ما باید برای آن واژه‌ای دیگری پدید آوریم. آراستن، راست گردانیدن، مرتب گردانیدن. این که این را در معنی بزک کردن به کار میبرند بیجاست و ما در آن معنی به کار نمیبریم. آرمان، آرزوی بزرگی که به دیده گیرند و در راهش به کوشش پردازند. آز، حرص، به داشتن پول یا جایگاه یا چیز دیگری آرزوی بی اندازه داشتن. آزرم، شرف، اینکه کسی در بند نام نیک خود باشد. آسیب، آفت، زیانهایی که به درخت و کشت و مانند اینها از سرما یا تگرگ یا مانند اینها رسد. آفرش، آفرینش، از ریشه یکم آفریدن گرفته شده. آک، عیب، از این واژه جدا شده نیز میتوان آورد آکید، آکانید، آکنده، آکانیده و مانند اینها. آموزات، هر آنچه آموزند، تعلیمات. آمیق، حقیقت، راست یک چیز. آهنگ، قصد، اراده. از این جدا شده ها نیز میتوان آورد آهنگید، آهنگنده. اینکه آهنگ را در معنی نغمه یا لحن موسیقی به کار میبرند نابجاست. باید برای آن واژه‌های دیگری پدید آورد. آهیختن، کشیدن و از یک جایی بیرون آوردن. شمشیر آهیخت، این معنی جز از کشیدن است. آیین، شریعت، سنت، قاعده همگانی بزرگ. اینکه آن را در معنی‌های کوچکی به کار میبرند، مثلا به نظامنامه‌های اداره ها آیین نامه میگویند، نابجاست. ارج، قدر، ارزش. ارج آدمی با فهم و خرد اوست. ارجمند یا ارجدار کسی است که دارای ارج است. انگیزه یا انگیزنده، باعث، آنچه کسی را به کاری برمی انگیزد. انگاریدن، فرض کردن، چیزی نبوده را بوده گرفتن. با همیدن، اتحاد کردن. باشنده، باشا، حاضر، موجود. بالیدن، بلند شدن، قد برافراشتن. باینده، بایا، واجب، وظیفه. بخشیدن، قسمت کردن. اینکه آن را در معنی دادن یا آمرزیدن به کار میبرند غلط است. بر آقالانیدن، بر روی کسی برخاستن، های و هوی و دشمنی کردن. بسیجیدن، تدارک کردن، افسار و زمینه برای کار پدید آوردن. بیوسیدن، انتظار داشتن. بی یکسو، بی طرف. بیابانیگری، وحشیگری. پادآواز، انعکاس، بازگشت آواز، آوازی که در برابر آوازی درآید. پادکار، عکس العمل، کاری که در برابر کاری باشد. پادرزم، حمله متقابل. پایندیدن، ضمانت کردن. پایندنده. پایندا، ضامن. پتیاره، بلا، آسیب‌های همگانی که از سپهر، طبیعت پدید آید. پرستیدن، خدمت کردن. اینکه آن را در یک معنی پنداری به کار برده میگویند من تو را میپرستم که هیچ دانسته نیست چه کاری میکند، غلط است و باید از میان رود. پرگ، اجازه، اذن. از این جدا شده ها نیز توان آورد. پرگید، پرگنده، پرگیده و مانند اینها. این از واژه‌هایی است که ما گذارده ایم. پروا، توجه، اعتنا. از این جدا شده ها نیز توان آورد. پروایید، پرواینده. پلشت، نجس، چیز ناپاک. از این جدا شده ها نیز توان آورد.
پلشتید، پلشنده. پنداشتن، ذم، چیزی را بی دلیل در دل گفتن. پیراستن، از فزونی‌ها و چیزهای نابجا پاک گردانیدن. روی خود را از مو پیراست. پیرایه که به کار میبرند غلط است. پژوهیدن، خواستن و جستن چیزی. آدمی از گوهر خود عمیق پژوه است. پیکره، فوتوگراف، عکس. تیره، یک دسته از مردم. جستار یا جوییتار، مبحث، جستن دنباله‌دار. جداسر، مستقل. جنگاج، افسار جنگ. جهان، گیتی با آدمیان و دیگر زندگان. چامه، شعر. چه بود، ماهیت، هویت. چخیدن، مجادله کردن. چیستان، معما، لغز. خرسند، با سعادت، آنچه از حال خود خوشنود می باشد. خستویدن، اقرار کردن. خستوونده، خستوا به معنی مقر است. خوشنود، راضی. خواهات، آنچه خواهند. خودکامه، مستبد. خوی، عادت، آنچه کسی از سرشت خود نداشته سپس پیدا کرده. خیم، خلق، آنچه کسی از سرشت خود داشته. دوژآگاه، وحشی، کسی که آگاهی‌هایش از جهان بیپا و بسیار عامیانه باشد. دژخوی، آنکه خوی‌هایش بد و خود ناتراشیده است. رزم، حمله، از این جدا شده ها نیز توان آورد. رزمیده، رزمنده و مانند اینها. رصد، سهم، حصه. روزبه، عید. رویه، شکل، صورت. زاب، صفت، چگونگی کسی یا چیزی. از این جدا شده ها نیز توان آورد. زابید، زابنده و مانند اینها. سات، صفحه. سامان، نظم. سان، حال. چسان یا چه سان به معنی به چه حالت. سپهر، طبیعت، سراسر این جهان سترسا. سترسیدن، همچون نترسیدن، محسوس شدن. سترسنده، سترسا به معنی محسوس است. سترگ، آنچه از تنه و کالبد بزرگ باشد. ستیزیدن، لجاجت کردن. سده، قرن، صدسال. سررشته‌داری، حکومت. سرشتن، سریشیدن، خمیر کردن. سزیدن، جایز بودن، حق کسی بودن. سزنده، سزا به معنی جایز و حق کسی می باشد. سکالیدن، شور کردن. همسکال، کسی است که با او شور کرده شود. سمرد، همچون نبرد. خیال، آنچه در اندیشه آدمی پدید آید. سنگین، آنچه از سنگ پدید آمده باشد. به کار بردن آن در معنی گران غلط است. سهیدن، شادی یا اندوه یا خشم یا مهر یا مانند اینها در دل پیدا شدن، حس. شدسیدن، همچون ترسیدن. دریافتن از راه شنیدن یا دیدن یا بویدن یا چشیدن یا دست مالیدن. دریافتن با یکی از اندامهای پنجگانه. پایان این فایل در برگ 60. کتابخانه گویای آوای بوف تقدیم می کند. نام کتاب زبان پاک. نویسنده احمد کسروی. گویش آناهیتا ایرانی. فایل 7 سات 61. avayaboof.com. شلب، شیرین، آخشیج تلخ. شهریگری، تمدن. شوند، علت، آنچه کاری را بهر آن کنند. شیرین، آنچه از شیر پدید آمده. به کار بردن آن در معنی آخشیج تلخ غلط است. فرمودن، امر کردن، فرمان دادن. فرهیدن، وحی رساندن، به دلش انداختن. فرجاد، وجدان، آن نیرویی در آدمی که در برابر بدیها به نیکوهش پردازد.
این از واژه‌هایی است که ما گذارده ایم. فهلیدن، اشتغال، مشغول شدن. در پرداختن چون معنی‌های دیگری به کار می‌رود، در این معنی نیاورد. فهلیدن از واژه‌هایی است که ما گذارده ایم. کاچال، اساس خانه. کراک، آنچه کنند. گزند، زیانی که به تن آدمی رسد و نشانی از آن پدیدار باشد. شکستن و بریده شدن و سوختن و مانند اینها. گزیریدن، تصمیم گرفتن. ناگزیر که به معنی ناچار به کار می رود غلط است. گستراک، آنچه گسترند. گوهر، اصل، ذات. گیتی، زمین و دیگر باشنده های بیزندگانی و زندگان. لابیدن، التماس کردن. مرز، حد، سرحد. مون، خاصیت یک چیز. نازیدن، افتخار کردن. نگاشتن، نقش کردن. نیازات، آنچه نیاز پیدا کنند. نتوانستنی، کاری که مردم نتوانند. معجزه. نیاییدن، با فروتنی و پاسداری در برابر کسی ایستادن و سخن گفتن. هزاره، دوره 1000 ساله. همانا، چنین پیداست. حناییدن، تحصیل کردن. هوده، نتیجه. از هوده جدا شده ها نیز توان آورد. هودیدن، هودنده و مانند اینها. برجاوند، مقدس. یارستن، دلیری کردن. یازیدن، دراز کردن. دست یازید و آن را برداشت. این که دراز کردن را در این معنی به کار میبرند پیداست که غلط است. یوغ، چوبی که به گردن گاو گذارده به شخم کردن وادارند. برگ 63. زبان پاک آسانترین زبانها خواهد بود. آراستن زبان ایرانی یکی از خواستهای ما بوده و می باشد. زیرا ما که در میان ایرانیانیم باید نویساک‌های خود را با زبان آنان نویسیم. از آن سو این زبان بسیار آلوده و بیمار می بود که خواست ما را پیش نتوانستی برد. ما برای نویساک‌های خود به یک زبانی نیازمندیم که به سامان و ساده و در همان حال استوار و توانا باشد. هر کس که خواست به آسانی تواند آن را یاد گیرد. زبان ایرانی درست به وارانه اینها می بوده، چنان که در کتاب روشن گردانیده ایم. این بود بایستی به آراستن زبان و درست گردانیدن آن کوشیم و از گام نخست که در راه کوشش برداشتیم همین را نیز به دیده گرفتیم. ولی این کار یک دشواری پدید آورد و آن این که بسیاری از خوانندگان از دیگرگونی زبان رمیده از خواندن کناره جستند و بسیاری زبان به گله گشادند. برخی از یاران همین را جلوگیری از پیشرفت دانسته چنین خواستند که آراستن زبان را نگه داریم تا هنگامی که پیش رفته باشیم. ولی این نتوانستی بود، زیرا آن زبان بیمار و آلوده نه چیزی است که ما توانستیمی دل به آن گرم گردانیم. از آن سو آراستن زبان هر زمان که رخ دادی این دشواری پیش آمدی، یگانه چاره این می بود که در این راه بسیار آهسته پیش رویم و آنگاه کتاب‌های خود را به یک زبان ننوشته، برخی را برای یاران با زبان آراسته شده و برخی را برای دیگران با زبان نزدیک به فهم آنان گردانیدیم و تاکنون این رفتار را کرده ایم. آنچه در اینجا باید گفت آن است که زبانی که ما می‌خواهیم آسان‌ترین زبانها خواهد بود. اگر شنیده اید دکتر زمانهوف زبانی به نام اسپرانتو از روی قاعده‌های دانشی ساخته که آسانی آن شگفت آور است، ما در آراستن فارسی همان قاعده‌ها را به دیده گرفته ایم و این زبان را بسیار آسان خواهیم گردانید. اگر چه آزادی زمانهوف را نمی‌داریم، اکنون هم زبانی که ما به کار می‌بریم دشوار نیست و هر کسی تواند با خواندن یک یا دو کتابی از نوشته‌های ما با آن آشنا شود و اگر کسانی بخواهند نیک آشنا باشند از خواندن و فهمیدن همین کتاب به آن خواهند رسید.
چنان که بارها نوشته ایم باید در این باره خوانندگان به ما یاوری کنند و از بردن اندک رنجی در این راه باز نایستند. یک رفتار زشتی که باید جلو گرفت، یک رفتار زشتی که ما بارها از برخی ایرانیان دیده ایم، آن است که چون سخنی را نیک دیدند چنین خواهند که اگر آن را بگیرند و به رنگ دیگری اندازند و به نام خود گفتاری گردانند و یا در اینجا و آنجا بگویند و به خود فروشی پردازند. این خوی زشت در درس خواندگان فراوان است. درباره نوشته های این کتاب نیز همان رفتار را خواهند کرد، به این معنی که خودخواهی و جداسری جلوگیرشان خواهد بود که گردن به راستی گذارند و بیماری زبان خود را بپذیرند و به گرفتن زبان پاک و رواج آن پردازند و از این سو سخنانی را که ما نوشته ایم و آراستگی هایی را که در زبان پدید آورده ایم نخواهند توانست نادیده و ناشنیده گیرند و این است چاره نخواهند یافت جز آنکه از گفته های ما برخی را بپذیرند و برخی را نپذیرند و آنچه پذیرفتند به رنگ دیگری اندازند. از این رو ما پیش افتاده میگوییم که چنین رفتاری گذشته از آن که زشت است بیهوده نیز میباشد. این راهی را که ما برای آراستن زبان و پیراستن آن پیش گرفته ایم یگانه راهی است که بهوده تواند رسید. اکنون کسانی یا باید همین را بپذیرند و زبان پاک را یاد گرفته و در نوشتن و گفتن به کار برند و یا خود را به کنار گرفته و به همان زبان آلوده بس کنند. دبستانها و دبیرستانها نیز تا چنینند که هستند و آموزاکها و آموزگارانشان اینهایند که میدانیم و میبینیم. بسیار بجاست که زبانشان همان زبان آلوده و بیمار و دستور زبانشان همان پرداخته های گرکانی باشد. او یکی از کسانی بوده که برای زبان ایرانی دستور زبان نوشته. در همین کتاب نمونه ای از ناآگاهی های او را از دستور زبان مادریش دیدید. ولی چون روزش رسد و آموزاکا و آموزگاران چنان باشد که ما می‌خواهیم، در آن هنگام زبانشان نیز زبان پاک خواهد بود. کسانی میگویند بهتر است دستوری برای زبان پاک نوشته شود. میگوییم امروز را همین کتاب به جای دستور است، ولی چون کار به پایان رسید و آراستگی زبان تا آنجا که خواست ماست با یاری خدا انجام پذیرفت، پیداست که باید آنگاه دستوری نوشته شود و به چاپ رسد. آیا فارسی زبان همگان تواند بود؟ کتاب زبان پاک که به چاپ رسیده و پراکنده شده، نامه‌هایی در پیرامون آن رسیده که باشد که برخی را در شماره‌های آینده به گفتگو گذاریم. روزنامه را که آغاز کرده ایم، یکی از چیزهایی که دنبال خواهیم کرد همین زمینه زبان است. در این زمینه گفتنی بسیار است و اینک در اینجا به یکی از آنها میپردازیم. بسیاری از خوانندگان می‌دانند که یکی از اندیشه‌هایی که در سده گذشته در اروپا در میان سوسیالیست‌ها و دیگر نیکخواهان جهان پیدا شده بود، یک زبان همگان است. به این معنی خواستند که گذشته از زبان‌هایی که هست و هر تیره‌ای با یکی از آنها سخن می‌گوید، زبان دیگری باشد که همه مردمان آن را یاد گیرند و دو تن که به هم رسیدند و زبان همدیگر را نفهمیدند با این زبان همگانی سخن رانند. این آرزو در سده گذشته پیدا شده و کوشش‌هایی در راه پدید آوردن یک چنان زبانی، زبان همگان، به کار رفته که به نتیجه درستی نرسیده، ولی آرزوی خجسته‌ای می بوده که باید ما نیز پی آن را گیریم. یکی نبودن زبان یکی از گرفتاری‌های آدمیان است. برای آنکه چگونگی نیک دانسته شود مثلی یاد می‌کنیم. چنین انگارید که شما می‌خواهید سفری به اروپا کنید و در کشورهای آنجا بگردید. آیا به چند زبان نیازمندید که یاد گیرید؟ اگر بخواهید در هر کشوری
با زبان خود آنجا سخن رانید و با هر کسی که خواستید به گفت و شنید پردازید، ناچارید بیش از 15 زبان یاد گیرید. یا اگر بخواهید تنها زبانهای بزرگ را یاد گرفته با همانها کارهای خود را انجام دهید، ناچارید باری 4 زبان روسی، انگلیسی، فرانسه و آلمانی را بدانید. در حالی که یاد گرفتن هر یک از این زبانها به سالها رنج کشیدن نیازمند است. پس ببینید یکی نبودن زبانها چه دشواری بزرگی را در زندگانی پدید آورده. اکنون که در سایه تلگراف، تلفن و راه آهن و هواپیما و اتومبیل و رادیو جهان یکی شده و کشورها با همه دوری به هم نزدیک گردیده، همین داستان زبان جلوگیر بزرگی است که مردمان را از سودهای این نزدیکی بی بهره می‌گرداند. شما در رادیو آواز گویندگانی را از کشورهای بسیاری میشنوید، ولی زبانشان را نفهمیده سودی بر نمی‌دارید. رادیوی لندن ناچار شده با 44 زبان سخن گوید تا گفتنی‌های خود را به بیشتر مردمان برساند. بسیار بهتر بودی اگر زبانها جز یکی نبودی. به گفته یکی از نویسندگان، بسیار بهتر بودی اگر نمرود آن خیره‌سری را با خدا ننمودی و جهانیان را به این گرفتاری نینداختی. ولی این چیزی است که شده و کنون اختیارش از دست ما بیرون است. ما اگر بخواهیم همه زبانها را یکی گردانیم، نخواهیم توانست مگر 1000 سال و بیشتر بگذرد. این است نیکخواهان در سده گذشته چنین اندیشیده‌اند که هر تیره‌ای زبانی را که می‌دارند بدارند و در میان خودشان با آن سخن گویند. لیکن زبانی نیز باشد که همه مردمان یاد گیرند که چون 2 تن به هم رسیدند و از یک تیره نمی باشند و زبان همدیگر را نمی دانند با آن گفتگو کنند. آرزوی زبان همگان از اینجا پیدا شده و بیشتری از نیکخواهان آن را پذیرفتند. ولی این زبان کدام یکی از زبانها باید بود؟ کدام زبان را برای همگانی باید برگزید؟ در این باره نیز سخنانی رفته و این روشن گردیده که از زبانهایی که می باشد هیچ یکی را نتوان برگزید. چه آن زبانها چندان دشوار است که برای یاد گرفتن هر یکی سالها رنج و کوشش می باید. زبان همگان آسان باید بود که همه یاد توانند گرفت. این اسپرانتو آسانترین زبان هاست. هر کسی تواند آن را از 1 ماه تا 3 ماه یاد گیرد که بنویسد و سخن گوید و کتاب خواند. می توان گفت 10 بار آسانتر از آسانترین زبانهای دیگر می باشد. در این زبان بیش از 16 قاعده ساده نیست که در 1 ساعت توان یاد گرفت. به بیش از 2000 ریشه نیاز نمی باشد که در 1 ماه و 2 ماه توان به یاد سپرد. با این سادگی زبانی است که با انگلیسی و فرانسه همگام می رود و کتابهایی از آن زبانها به این زبان ترجمه شده است. با این حال زبان اسپرانتو پیش نرفته و آرزویی که زمانهوف می داشته انجام نگرفته و این خود داستانی می دارد که سپس خواهیم نوشت. با این همه ما از آن زبان درس‌هایی گرفته‌ایم. این کار دانشمند لهستانی نشان داده که دشواری‌های زبان جز نتیجه نابسامانی آنها نیست. یک زبان اگر از روی سامان و بخردانه باشد بسیار آسان گردد. ما این را درس گرفته‌ایم و در پیراستن فارسی همان راه را دنبال می‌کنیم و جای خوشنودی است که فارسی از میان زبان‌هایی که ما می‌شناسیم آماده‌ترین آنها برای پذیرفتن سامان و آراستگی میباشد. این است فارسی، یا بهتر گویم زبان پاک، از آسانترین زبانها خواهد گردید. راست است که خود زبان دیگری خواهد بود و به زبان عادی امروزی کمتر مانندگی خواهد داشت، ولی این نه چیزی است که جلوی کار ما را گیرد.
ما را یک زبان ساده و آسان و استواری باید که سخنان خود را با آن نویسیم و به گوش جهانیان رسانیم. این چه زیان خواهد داشت که از زبان کنونی دور افتد و یک زبان جدایی گردد؟ چنان که گفتیم زبان اسپرانتو با همه کوشش هایی که پیروان و یارانش می کردند پیش نرفت. آری در همه جا شناخته گردید و در بیشتر کشورها هواخواهانی پیدا کرد و پس از جنگ گذشته جامعه اتفاق ملل هواداری نشان داد. با این حال سپس رو به پسرفت گذاشت و اکنون از رواجش بسیار کاسته بلکه رو به نابودی نهاده است. باشد که انگیزه آن را خود هواداران اسپرانتو ندانسته‌اند، ولی ما می‌دانیم یک زبان هنگامی رواج گیرد و رواجش پایدار گردد که کتاب‌ها و خواندنی‌های اژداری در آن باشد. یک زبان همگان هنگامی به نتیجه تواند رسید و خواستی از آن به دست تواند آمد که با یک راه همگان توأم باشد. دکتر زمانهوف و یارانش اسپرانتو را تنها به نام آنکه یک زبان همگانه است و جهان به آن نیاز می‌دارد رواج می‌دادند و این عنوان با آنکه راست است دارای آن نیرویی که میبایست نمی‌بود. ولی فارسی یا بهتر گویم زبان پاک گذشته از آنکه کتاب‌ها و خواندنی‌های بسیار دارد و خواهد داشت، خود با یک کوشش بسیار نیرومندی که برای تکان دادن به جهان آغاز شده توأم می باشد. از این رو به پیشرفت آن در جهان امید بسیار بسته می شود. ما امیدمندیم آن زبان همگان که جهان به آن نیاز می دارد این زبان گردد. اگر خدا خواسته است خواهد بود. پرچم هفتگی شماره نخست. فهرست پسوندها. پدید آوردن نام افزار یک کاری اچ، با هم بودن چند کسی را برای کاری اد، بسیاری یک کار ار، آنچه کنند اک، آنچه در کنار چیزی نهاده بار، نگه دارنده و پروا کننده بان، ظرف دان، ماننده یک چیزی که برای نشان دادن ساخته شود دیس، جایی که یک چیزی در آن فراوان می باشد سار، بستگی نسبت گان، جای روی دادن یک کاری گاه، خانه‌ای که برای یک کاری یا یک چیزی بسازند کده، پذیرفتن چیزی و هوادار آن بودن گری، پدید آورنده یک حال گین، جایی که یک چیز بسیار پیدا شود لاخ، دارنده یک چیز مند، دارنده یک حال ناک، پدید آمده از یک چیز این. فهرست پیشوندها. بودن کاری در پی کار دیگری یا پیاپی بودن و دامنه پیدا کردن آن باز، توأم بودن کاری با بلند شدن بر، برابر یک چیزی یا پاسخته آن پاد، توأم بودن بدی با درشتی دژ، توأم بودن کاری با پیوستن فرا، توأم بودن کاری با پایین افتادن آخشیج بر فرو، آخشیج یگزاب نا، همبازی در کاری یا در چیزی هم. پایان. تاریخچه کوتاه از زندگی و کشته شدن احمد کسروی. احمد کسروی در تبریز در سپتامبر 1890 مهر ماه 1269 زاده شد. در تاریخ 20 اسفند 1324 در مارچ 1946 در حالی که هیتلر هستی خانمان بشری را با جنگ دوم جهانی به آتش می‌کشید، فداییان اسلام در ایران با ترور یکی از نیکترین و پاک دلترین فرزندان ایران احمد کسروی بنیاد خانه ایران را به آتش کشیدند. آتشی که کمتر از 30 سال بعد در سال 57 دوباره شعله‌ور شد و امروز ایران را به خاکستری برای ایرانیان گردانیده است.
اسلامگرایان احمد کسروی را وحشیانه ترور و کشتند. احمد کسروی پژوهشگر بسیار بزرگ، پایه‌گذار تاریخ‌نویس علمی و مدرن در ایران است. او زبانشناس و زباندان بوده و به گویش‌های گوناگون از جمله اسپرانتو آگاهی داشت. او عالم علوم دینی، روزنامه‌نگار بوده و در وکالت و داوری و سیاست فعالیت داشت. احمد کسروی بنیانگذار جنبش سیاسی اجتماعی با نام جنبش پاکدینی است. هدف او از این جنبش ساختن یک هویت ایرانی سکولار بوده است. با وجود اینکه در تمام زندگانیش بسیار مورد حمله و آزار آخوندها و ملایان قرار گرفت و به خاطر این مشکلات از لحاظ مالی زندگانی سختی داشت، با وجود زندگانی کوتاهش احمد کسروی کتاب‌های بسیاری در زبان‌های پارسی، آذری و تازی به جای گذارده است. او یکی از بسیار نادر نویسندگان بزرگ و معتبر تاریخ دموکراسی یا مشروطه ایران است. در جوانی به اجبار خانواده به آخوندی نشست و به قول خودش روش آخوندهای ریاکار را شناخت. به زودی به گناه هواداری از دموکراسی خواهی یا جنبش مشروطه مورد ناسزاگویی و تهدید و تحریم جامعه ملایان قرار گرفت و پس از آن موفق شد از ملایی و مسجد و منبر کنار بگیرد. او به علت نیک اندیشی و مردم دوستی به ویژه برای ایران پرستیش دشمنان بسیاری داشت. به خاطر دفاع از دموکراسی و ایده‌هایش مجبور به فرار ناگهانی از دادگاهش تبریز شده و در تهران زندگی می‌کرد. احمد کسروی از کمیابترین و نادرترین اندیشمندان و نویسندگان ایران است که دموکراسی را بسیار خوب می‌شناخت و در نوشته‌هایش از آن دفاع می‌کرد و در گفتگوهایش بر پایه دموکراسی رفتار می‌کرد. او دموکراسی را یکتا و یگانه و بهترین راه چاره برای دشواری‌های ایران و ایرانیان می‌دانست و آن را پیشنهاد می‌کرد و خود در کتاب سرنوشت ایران چه خواهد بود می‌گوید که اگر برای دموکراسی در ایران جانش را از او بگیرند، او باز هم از دموکراسی دفاع خواهد کرد. برخی احمد کسروی را اسپینوزای ایران می‌گویند. احمد کسروی بارها مورد تهدید و ترور چغال اسلامگرایان و نوچه و لوطی‌هایشان قرار گرفت. در تهران هم راحتش نگذارده و یک بار از ترور نافرجام جان سالم به در برده بود. این خود ماجرایی است. در این ماجرا با اینکه گزارش پزشکی توسط گزارش پلیس نقل شده بود و این گزارش می گفت که کسروی توسط شلیک گلوله از پشت مجروح شده است، پلیس ادعای تروریست نواب صفوی مبنی بر اینکه او با چاقو از خودش دفاع کرده و اسلحه را از دست کسروی درآورده است پذیرفته و با این کار با گزارش غیر حقیقی به ماجرا پایان داد. ضاربان تنها برای یک مدت کوتاه بازداشت شدند و با وثیقه‌ای که تاجران ثروتمند بازار تامین کرده بودند آزاد گشتند. روح الله خمینی آرزوی قتل احمد کسروی را به نام این بیسواد و بی‌سروپای تبریزی کرده بود و مسلمانان با غیرت را برای کشتن این مرتد جاهل مفسدالارض فراخوانده بود. در اسفند 1323 دسامبر 1945 400 روحانی با غیرت در مسجدی در خانیاباد جمع شده به خاطر کفرگویی خواستار ترور و غارت خانه و دفتر احمد کسروی شده بودند. یک سال پس از آن در مارچ 1946 اسفند 1324 احمد کسروی را به اتهام ضدیت با شرع و پخش کتاب ضاله و اسلام ستیز برای پاسخگویی به دادگاه فراخواندند. روح الله خمینی بعد از
به قدرت رسیدن این اتهام اسلام ستیزی را تئوریزه کرده و آن را برای اولین بار بر ضد زنان ایرانی به کار برد که در سال 57 بر آخشیج حجاب اسلامی او به شورش و جنبش برخاسته بودند. با اینکه تاریخ و مکان رسیدگی به اتهام کسروی علنی نبود، با این حال اسلامیون جنایتکار آدمکشان خود را از آن آگاه کرده بودند. در این روز سرد 20 اسفند ساعت 11 احمد کسروی به همراه منشیش آقای حدادپور در دفتر بازپرسی در ساختمان کاخ دادگستری تهران در حضور دادور نشسته بودند که ناگهان قاتلان وارد شده و با 2 ضرب گلوله و 27 ضربه چاقو در مقابل چشمان داور دادگاه به احمد کسروی حمله کرده و او و آقای حدادپور را کشتند. این ترور به فتوای ملایان از جمله خمینی و توسط گروه فداییان اسلام شادی علما و مذهبیون را فراهم گردانید. پیکر تکه تکه شده احمد کسروی، این فرزند پاک سرشت و نیک گفتار ایران، همان شب بدون کالبد شکافی قانونی حتی اجازه نیافت در گوری در شمیران بیارامد که خانواده و دوستدارش خواستار بودند. از هراس گورکنی اسلامیون گورهایشان بینام و نشان می باشد. کسروی پژوهشگر بزرگ، حقیقتگو و شجاع بود و برای بزرگی ایران و مردمش از انتقاد حتی دوستانش واهمه نداشت و برای بزرگی مردم ایران حتی دشمنانش را به گفتگو دعوت می‌کرد. اما او دشمنان بسیار داشت، چرا که دشمنان او دشمنان استقلال از هر دولت بیگانه و دشمنان آزادی ایران و دشمنان دموکراسی برای ایران می باشند. تا قبل از 57 نه تنها ملایان او را دشمن بودند، حتی کمونیست ها هم از مرده او ترس داشتند و او را به تاریک خانه رانده بودند. نویسنده این متن باور دارد که اگر مردم ایران یا باسوادان این کشور از نوشته‌های احمد کسروی آگاهی داشتند، ایران هرگز به این شوربختی که رژیم اسلامی ملایان است دچار نمی‌شد. حمایت مراجع بزرگ شیعه از قاتلان، کنش ضد ایرانی دولت آن روز، سکوت جامعه روشنفکری و رسانه‌های ایران و در پی آن آزاد شدن قاتلان احمد کسروی و منشیش آقای حدادپور در پی یک حکم دادگاه نمایشی، یکی از مهمترین رسوایی‌های ننگین تاریخ واپسین ایران است. این حکم، این کنش، این سکوت آینده ایران را و آن شوربختی که در سال 1357 به نام انقلاب اسلامی بر ایران میرفت را رقم زد و ما نمیدانیم دامنه این بدبختی ما را به کجا خواهد کشاند. قاتل احمد کسروی سید مجتبی میرلوحی، معروف به نواب صفوی، همراه برادران امامی عنوان قهرمان اسلام و شریعت گرفتند. امروزه نواب صفوی نام بسیاری از کوی و برزن و کوچه و خیابان و شاهراه و بزرگراه‌های ایران است که نام قاتل کسروی بزرگ می باشد. آناهیتا ایرانی. پایان. AvayaBook.com